سلام، به قسمت پنجم از فصل چهارم برنامه چاپ آخر خوش آمدید. ما در فصل چهارم در واقع به دنبال سوژه یابی و پاسخ به پرسش هایی هستیم که در حول و حوش مسئله صنعت نشر امروز ایران و مسئله یابی اون میپردازیم. در برنامه قبلی، در 4 برنامه قبلی در خدمت 4 مهمان عزیز بودیم که هر کدوم از اون دوستان در واقع یکی از مسائل صنعت نشر ایران و حوزه کتاب که به نظرشون مسئله اصلی در واقع این حوزه بود و بیان کردن و تلاش کردن که با واکاوی ابعاد مختلف اون به توجیه و تثبیت ایده خودشون بپردازن که چرا اون مسئله به باورشون در واقع مسئله اصلی صنعت نشر امروز ایرانه. از مسائل توزیع و پخش گرفته تا مسئله و موضوع بقای کتاب فروشی های مستقل تا مسائلی که به لحاظ صنفی و از طریق اتحادیه درگیرش هستن. در قسمت پنجم ما میخوایم به یک مسئله بپردازیم که به نظر میرسه که یکی از مسائل جدی و مهم صنعت نشر ایرانه و سالهاست که یکی از موضوعاتیه که موافقان و مخالفانش تلاش میکنن تا از نظرگاه خودشون در واقع تشریح و تثبیت این دیدگاه بپردازن که آیا بودن یارانه کتاب کمکی هست به صنعت نشر ایران یا نه. برای برخی از افراد اساساً بود و نبود یارانه یک مسئله است. خیلی معتقدن که اساساً صنعت نشر و حوزه کتاب نباید یارانه دولتی داشته باشه. خیلی معتقدن که یارانه دولتی یکی از وظایفیه که دولت‌ها در قبال در واقع جامعه فرهنگی و کتاب فروش‌ها و اهالی نشر و فرهنگ دارن و شکلی که در واقع داره ارائه میشه شکل مناسبی نیست. در طول سالهای گذشته حداقل از بعد از سال 90 تا امروز ما دوره‌های مختلفی رو داشتیم که این یارانه به اشکال مختلفی در واقع توزیع میشد، پخش میشد و هزینه میشد. برخیش بسیار موفق بود از دیدگاه ناشران و کتاب فروشان و از اون مهمتر مخاطبان و بخشش دوره‌هایی بود که بسیار ناموفق بود، مخصوصا در دوره دولت 13 که اعتراضات و انتقادات بسیار زیادی رو به دنبال داشت. در این برنامه ما در خدمت آقای مجید جلیسه هستیم. ایشون در آذر ماه 1393 تا اواسط و اواخر 1397 مدیر عامل خانه کتاب بودن. در اون دوره ما شاهد بودیم که یکی از اقدامات خیلی مؤثر و متفاوت و حتی میتونم بگم غیر متعارفی که رقم خورد در واقع شکل توزیع و هزینه کرده یارانه ها بود که در اون دوره من خاطرم هست خودم اون موقع ما در واقع تو روزنامه کار میکردیم و تقریبا با هر کسی که صحبت میکردیم از اهالی فرهنگ گرفته تا ناشران تا کتاب فروشان تا پخشی ها از شیوهی که اون موقع یارانه به شکل مستقیم در اختیار مردم قرار میگرفت و اونها رو تشویق میکرد که به کتاب فروشی برن و کتاب رو از کتاب فروشی های محلشون تهیه کنن رضایت خاطر داشتن. متاسفانه از وقتی که ایشون رفتن این طرح به شکل‌های مختلف و در دوره‌های زمانی مختلف کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. بعضی دوره‌ها حذف شد، بعضی دوره‌ها در واقع شکلش عوض شد و الان هم در واقع چیزی ازش به اون معنا باقی نمونده. یک طرح موفقی که عملاً نتونست تداوم پیدا کنه و متاسفانه این روزها ما شاهدیم که یارانه به اشکالی داره هزینه میشه و خرج میشه که نه مطلوب کتاب فروشی هاست، نه مطلوب ناشر هاست به یک معنا و نه مطلوب پخشی ها و مهمتر از همه مردم. آقای جلیسه خوش اومدین. سلام عرض میکنم. خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. امیدوارم یه گپ گفت خیلی خوبی با هم داشته باشیم. سلامت باشین. مرسی. آقای جلیسه، پیش از اینکه به دوره‌ای که شما مسئولیت داشتین و مدیریت داشتین بپردازیم، چون میدونم که اخیراً یعنی بعد از اینکه از خانه کتاب رفتین دیگه نه مسئولیت دولتی قبول کردین نه تو ساختار بودین و دیگه از اون موقع در واقع به دنبال پروژه پژوهشی شخصی خودتون هستین. ولی خب از اون ور هم میدونم که خب مسائل خیلی تیزبینانه و دقیق نگاه میکنین و از طریق حالا هم پیج اینستاگرامتون هم یادداشتایی که مینویسین در مطبوعات و خبرگزاری‌ها به هر حال یک نظاره‌گر دقیق هستین و مسائل رو از نزدیک همچنان دنبال میکنین. اگه بخوایم ریشه‌ای تر نگاه کنیم میخوام به گذشته‌ها برگردیم ببینیم که اساساً این موضوع یارانه کتاب از کی تو ایران شروع شد، کی احیانا شروعش کرد و اساساً ما در گذشته، اینکه گذشته میگم میتونه از خیلی گذشته تا امروز باشه، ما اصلا مسئله‌ای به اسم یارانه دولتی کتاب داشتیم یا نه؟ خدمتتون عرض بکنم که ببینید در دوره پسا چاپ، یعنی وقتی که چاپ وارد ایران میشه، اساساً این دولت‌ها و حکومت‌ها هستن که همه هزینه‌های صنعت نشر رو پرداخت میکنن. علتش هم البته خب پر واضح هست که اینقدر هزینه‌ها بالا بوده که بخش خصوصی توان این رو نداشته که حتی دستگاه چاپ وارد بکنه. مثلا اولین دستگاه چاپی که در تبریز شروع به کار میکنه رو خود شخص عباس میرزا خریداری میکنه. آموزش افراد رو هم خود
عباس میرزا نایب السلطنه متکفل میشه و چاپ و راه اندازی اون چاپخانه و همه هزینه ها رو هم خودش عهدهدار میشه و در نهایت محصول خروجی رو هم به صورت رایگان در اختیار جامعه مخاطب خودش قرار میده. ما این رویه رو داریم، یعنی در دوره قاجار البته در اوایل تقریبا 100%، ولی هرچی جلو میریم و بخش خصوصی پررنگتر و پررنگتر میشه، از شکل حمایت ها و گستره حمایت های دولتی یواش یواش کم میشه. خب علتش هم این هست که احساس میکنن خب بخش خصوصی داره فعالیت میکنه، داره کار میکنه، چه لزومی داره که ما هزینه بکنیم وقتی که داره خود بخش خصوصی 0 تا 100 هزینه ها رو دنبال میکنه و از اون طرف هم درآمد داره کسب میکنه. خب اوایل مخاطب اندک بوده، جامعه مخاطب و گستره مخاطب پایین بوده و طبیعتاً دولت باید هزینه میکرد تا بتونه این موضوع چاپ رو و موضوع کتاب‌های چاپی رو جا بندازه. اما وقتی که سطح سواد بالا میره و از اون طرف دایره مخاطبین گسترده میشه و بخش خصوصی وارد میشه، دولت کم کم خودش رو عقب میکشه و حتی در برهه‌های ما اصلا چاپخانه دولتی نداریم. یعنی خب یکی از قدیمی ترین چاپخانه هایی که در دوره قاجار فعال هست دارالطباعه دولتی هست که مخصوصا در دوره ناصرالدین شاه خیلی فعال هست، اما در یه دوره‌های اصلا این دارالطباعه دولتی تعطیل میشه و عموم حتی کارهای مثلا مدرسه دارالفنون رو هم بخش خصوصی انجام میداده و چاپ میکرده و در اختیار قرار میداده، چون تو بحث هزینه و فایده احساس میکردن که خب چه کاریه که ما بخوایم هزینه بکنیم وقتی بخش خصوصی هست و دنبال منافع خودش هم هست و از اون طرف هم نیاز مخاطب هم مرتفع میشه. همین رویه رو ما تقریبا در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم هم داریم. یعنی مخصوصا در دوره پهلوی اول دولت خیلی ورود نمیکنه، فقط در حوزه کتاب‌های درسی هست که ورود میکنه و سعی میکنه که حمایت بکنه و یارانه بده و هزینه رو پایین بیاره. و البته خب ناشران دولتی و تقریبا نیمه دولتی مثلا مطبعه مجلس، مثل مطبعه بانک ملی و اینها که شکل میگیرن یواش یواش، خب اینها هم یه سهمی از درآمدهای دولتی رو برای کارهاشون اختصاص میدن. شاید عمده ترین شکل اختصاص یارانه در دوره پهلوی خرید برای کتابخانه‌های عمومی بوده. یعنی پهلوی اول، پهلوی دوم دیگه از 1344 که کتابخانه‌های عمومی شکل میگیرن و مسبب میشه که 0.5% از هزینه‌های شهرداری ها اختصاص پیدا بکنه به خرید کتاب و تجهیز کتابخانه‌های عمومی. خب این 0.5% که حالا به یک نوعی البته باز پول مردم هست اما در اختیار دولت هزینه میشه برای خرید و البته خب خود وزارت فرهنگ هم به بهانه‌های مختلف، شکل‌های مختلف سعی میکنه با خرید حمایت بکنه از ناشرها. اما خب در دوره پهلوی تعداد ناشرها باز خیلی نیست، به نسبت بسیاری از این ناشرهایی که دارن فعالیت میکنن ناشر کتاب فروش هستن. یعنی فاصله بین نشر و کتاب فروشی فاصله خیلی کمرنگی هست. عمدتاً مخصوصا در تهران عمدتاً ناشرهای ما کتاب فروشی هم دارن و از اون طرف هم میزان تولیدات و نوع حمایت ها و اون جو عمومی مطالبه گری و حرکت به سوی مطالعه و خواندن بیشتر باعث می شده که کسی اعتراض نکنه. یعنی عملا حمایت ها نوع حمایت هایی بوده که از عموم ناشرها و عموم نویسنده ها تقریبا کم و بیش صورت می گرفته و در دسترسشون بوده این نوع حمایت ها و یارانه ها. اما خب این که ردیف خاصی داشته باشه یا بودجه خاصی داشته باشه عملا وجود نداره. منتها بعد از سال 57 انقلاب 57 و جنگی که پیش میاد، خب تقریبا میشه گفتش که یک سری حمایت های از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد تو دستور کار قرار میگیره. شاید اولین نوع حمایت هم حمایت از کاغذ هست، یعنی یا اولین یارانه هایی که دولت میاد اختصاص میده برای حمایت از صنعت نشر تو بحث خرید کاغذ و یارانه کاغذ هست که خب مخصوصا در بحبوحه جنگ در سالهای 59 تا 63 64 خیلی کاغذ قیمتش بالا میره چون دسترسی بسیار سخت بوده، قیمت
ارز بالا میکشه به یک باره و عملا هم اون ناشرها در حالت عادی نمیتونستن خودشون از طریق بازار آزاد کار خرید کتاب رو انجام بدن. یکی از اولین یارانه هایی که داره اونجا پرداخت میشه که ما سوابقش رو داریم، یارانه ای هست که انجمن اسلامی ناشران به ناشران تحت تکفل خودش پرداخت میکنه. خیلی جالب هست که از سال 59 یک شاخه‌ای در اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تأسیس میشه به اسم انجمن اسلامی ناشران که البته این دستور ایجاد انجمن اسلامی برای همه اتحادیه‌ها صادر میشه. یعنی در اتحادیه‌های دیگه هم ما یه همچین شاخه‌ای رو داشتیم که در اتحادیه ناشران هم تشکیل میشه و یک سری ناشران خاصی میان در ذیل این اسم فعالیت میکنن و کار میکنن. سال 63 64 هست که دولت کاغذ وارد میکنه و این کاغذ رو در اختیار این انجمن قرار میده. اون موقع قیمت هر بند کاغذ در بازار 280 تا تک تومن، در بازار 680 تک تومن بوده، یعنی 680 تومن هر بندی. کاغذی که توسط انجمن اسلامی پرداخته میشه و داده میشه به ناشران ذیل خودش به 280 تومن، یعنی تقریبا 1/3 قیمت بازار پرداخت میشه. من اسناد این رو در آرشیو هم دارم که ناشرانی معترض میشن و اولین صحبتی که میکنن میگن که خب همه ما اسلامی هستیم، ما اصلا داریم در یه مملکت اسلامی داریم زندگی میکنیم، همه ما مسلمون هستیم، ناشر غیر مسلمون که نداریم که. پس چجوری هست که شما فقط به این طیف خاص دارید این یارانه رو پرداخت میکنید؟ که این خودش شاید میشه گفتش که اولین سرمنشأهای فساد آور تخصیص یارانه به صورت بی‌قاعده رو نشون میده. یعنی اولین سرچشمه‌هایی که این اولین سرچشمه‌ها و اولین با قول معروف گفتنی تبعیض هایی که در حوزه صنعت نشر، اون هم در موضوع یارانه داریم بهش میبینیم، داریم بهش اشاره میکنیم، از سال 63 64 شکل میگیره و تا همین الان هم همین وضعیت وجود داره. بیشترین سهم یارانه در انقلاب اسلامی به کاغذ داده شده. یعنی شما از همین حدود سال 63 64 تا همین چند وقت پیش، یعنی تا همین دولت 13 هم که بحث حمایت از تولید کاغذ ملی مطرح بود، بیشترین حجم یارانه به عنوان یارانه کاغذ داده شده. حالا هیچ عددی وجود نداره ها، من این نکته رو اشاره بکنم با کمال تأسف، نه از ابتدای انقلاب تا الان، بلکه حتی در 2-3 سال اخیر، 1 سال اخیر هم شفافیتی در خصوص پرداخت یارانه ها وجود نداره. یعنی ما نمیدونیم که اساساً این مبلغ یارانه در کل چقدر هست و میزان تخصیصش به بخش‌های مختلف چند درصد هست. یعنی که بگیم کاغذ چند درصد هست و موارد دیگه مثلا کتاب فروشی ها، مثل خواننده ها، مثل سیستم توزیع و پخش، اینها دارن چند درصد میگیرن. هیچ شفافیتی وجود نداره و عملاً این ابهام تو تمام دوره‌ها هست. اما در نگاه کلیش اون چیزی که ما میدونیم برامون مسلم هست این هست که بیشترین سهم یارانه در 40 و اندی سال گذشته به کاغذ اختصاص داده شده. یعنی دولت در تمام ادوار تقریبا به جز این دوره اخیر، تو این دوره اخیر هم بوده، البته هنوز آمار اطلاعاتی وجود نداره اما بسیار کم هست، در تمام ادوار سعی کرده یارانه خودش رو ببره سمت کاغذ. یعنی بیشتر این که میگین تو حوزه فرهنگ و هنر منظورتون؟ بله منظورم تو حوزه کتاب و فرهنگ و هنر هست که فرهنگ و هنر رو بخش مطبوعات رو هم تا یه حدی شامل میشه. یعنی تو بخش مطبوعات هم ما باز بیشترین سهم رو به کاغذ اختصاص دادیم. اما این شکل‌های دیگه‌ای پیدا کرده یارانه، شکل‌های دیگه‌ای پیدا کرده. سال 83 یک مصوبه‌ای داره، آیین‌نامه نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات. توی ماده 1 اشاره میکنه به منظور ساماندهی نظام پرداخت یارانه حوزه نشر و مطبوعات و اجرای بخشی از بند ز ماده 104 قانون برنامه 4 توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب سال 1383
اعتبار ردیف پیش بینی شده به منظور حمایت از نشر کتاب و مطبوعات به شیوه های حمایتی مشخص شده در این آیین هزینه می شود. از اینجا به بعد یه مقدار دسته‌بندی شده تر این یارانه ها بهش پرداخته میشه. البته اشاره بکنم تقریبا از سال 73 بحث یارانه نمایشگاه ها هم مطرح میشه. البته در اولین دوره های برگزاری نمایشگاه در سال 67 هم یارانه پرداخت میشده، اما از سال 73 عملا در قالب بونکارت های کاغذی دولت تصمیم میگیره که یارانه رو در اختیار خواننده ها قرار بده. یعنی ما تا پیش از این صرفا فقط ناشرها بودن که از یارانه سود می‌بردن و استفاده می‌کردن. از 73 به بعد عملاً این مردم هم هستن که از این یارانه دارن منتفع میشن. اون تا کجا؟ در یک جغرافیای محدود، اون هم در پایتخت، نه در اقصا نقاط ایران. لذا یه نکته که میخوام اشاره بکنم این هست که توی این تمام این سوابقی که دنبال میکنیم، باز یک کاغذ و دو نمایشگاه ها بیشترین سهم رو تو این ردبندی داشتن و البته باز تو بحث رتبه بندی جامعه مصرف کننده اگر بخوایم در نظر بگیریم، ناشران بیشترین سهم رو در استفاده از یارانه های دولتی در تمام ادوار داشتن با اختلاف. ناشران نسبت به بقیه بخش ها. ببینید شما ما چرخه اقتصاد نشر رو اگر نشر در نظر بگیریم، حالا چاپخانه ها در نظر بگیریم، موزعین در نظر بگیریم و کتاب فروش ها و در نهایت خوانندگان، حالا این وسط هم البته یه تعدادی هستن منتها اینها ذیل مجموعه های دیگه قرار میگیرن، توی این 5 حلقه بیشترین سهم مصرف متعلق به ناشرها بوده در تمام ادوار و با فاصله. مخاطبین شاید به صورت غیر مستقیم منفعت بردن. مثلا ناشر میگه من کاغذ گرفتم و کتاب رو با یه قیمت مناسب تری در اختیار مخاطب قرار دادم. این حرفش بله تا حدی درست هست، منتها این جامعه مصرف کننده جامعه محدودی خواهد بود، چون نوع کتاب‌هایی که اون ناشر خاص که از این یارانه استفاده کرده طبیعتاً محدود میشه. یعنی این نیست که خیلی گسترده باشه جامعه مخاطب. تو بحث عدالت فرهنگی، خب یارانه اصلا یکی از دلایلی که داره یارانه پرداخت میشه این هست که هزینه تمام شده محصول فرهنگی رو بتونه بیاره پایین. یعنی اصلا چرا دولت‌ها دارن یارانه پرداخت میکنن؟ هدف اصلیشون این هست که این هزینه رو بیارن پایین تا جامعه مخاطب بیشتری بتونه از این محصول نهایی استفاده بکنه. خب این زمانی اتفاق میفته که عدالت فرهنگی لحاظ شده باشه، یعنی همه ناشرها بتونن از این سهم برخوردار باشن و همه مخاطب ها هم بتونن از این سهم بهره مند بشن. یعنی اون چیزی که من دارم تولید میکنم جامعه مخاطبش جامعه مخاطب عام باشه، نه یه جامعه مخاطب خاص. مثلا وقتی ما در سال 64 میبینیم که انجمن اسلامی ناشران فقط میاد یارانه به خودش تخصیص داده میشه و ازش استفاده میکنه، خب طبیعتاً عموم کتاب‌هایی که این جامعه منتشر میکرد کتاب‌های دینی و مذهبی بودن. خب طبیعتاً جامعه مخاطب اینها محدود میشه، پس این یارانه نمیتونه اون شعار عدالت فرهنگی رو محقق بکنه. یا در همین دوره اخیر در دولت 13 ما میبینیم که بیشترین سهم استفاده از کاغذ رو که من یه گزارش مفصلی راجع به توزیع کاغذ ملی در روزنامه اعتماد ملی سال گذشته منتشر کردم. رفرنس دارم میدم که اگه کسی خواست مراجعه بکنه، البته بر اساس همین آمار و اطلاعاتی که در سامانه شفافیت خود وزارت فرهنگ و ارشاد بود. خب بیشترین سهم رو ناشران حوزه انقلاب اسلامی داشتن و دفاع مقدس، یعنی بیشترین مصرف کننده این نوع کاغذها این تیپ ناشرها بودن. خب این طبیعی هست که میزان مخاطبین اینها هم محدود هستن، پس ما نمیتونیم بگیم ما یارانه داریم میدیم برای تحقق شعار عدالت فرهنگی، از اون طرف به یک جامعه خاصی از ناشرها. من اصلا صحبتم سر این نیست که چرا به اینها دادید، صحبتم سر این هست که چرا ما تو اختصاص تخصیص سهم یارانه این عدالت رو رعایت نمی کنیم.
و تو بخش‌های دیگه هم همینطور هست. یعنی مثلا تو نمایشگاه یکی از ایرادایی که مثلا ما داریم به نمایشگاه‌ها میگیریم، ایرادات جدی این هست که خب بله شما دارید تو نمایشگاه یارانه میدید، اما این یارانه صرفا داره متمرکز در تهران و برای جامعه مخاطبی که در همینجا استفاده میکنه محل مصرف هست و محل استفاده هست، در حالی که این عدالت باید در سرتاسر ایران به طور یکسان و حتی در برخی از نقاط بیشتر، مثلا نقاطی که محرومتر هستن، نقاطی که دسترسی های کمتری دارن، خب اینها باید بتونن توان استفاده بیشتر از این یارانه رو داشته باشن. این تو مرحله شعار این داده میشه، اما تو مرحله عمل خب این اتفاق تمام این 40 اندی سال تو بحث یارانه های حوزه فرهنگ و حوزه کتاب عملا نیفتاد. ناشران شهرستانی سهمی داشتن از این یارانه؟ ببینید واقع قضیه این هست که سیستم تخصیص یارانه در دوره‌های مختلف ویژگی‌های خاص خودش رو داشته و نقاط قوت و ضعف خودش هم داشته. نمیخوام بگم بد بوده، نه، یه جاهایی خیلی هم خوب بوده ولی یه جاهایی هم خب بد بوده. مثلا در یه دوره‌ای وزارت ارشاد تصمیم میگیره نمایشگاه‌های استانی رو راه بندازه. چرا؟ چون متوجه میشه که خب اختصاص یارانه صرفاً در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تحقق شعار عدالت فرهنگی رو در حد شعار نگه می‌داره، یعنی عملاً فقط داره در مرکز و در پایتخت این حمایت صورت میگیره. برای همین نمایشگاه استانی رو راه اندازی میکنه و سعی میکنه در تمام استانها این نمایشگاه رو داشته باشه. اما خب این اتفاق باعث چی میشه؟ این اتفاق باعث این میشه که عملاً کتاب فروشی هایی که در شهرستان ها هستن و دارن فعالیت میکنن تحت شعاع قرار بگیرن. یعنی به یک باره در یه جو تبلیغی فرهنگی خاص در یه بازه زمانی محدود ناشرانی از تهران و حتی از شهرستان‌های دیگه میرفتن در یک استان و تمام نقدینگی اون استان رو میبلعیدن و باعث میشدن که مثلا کتاب فروشی های اون استان در قبل و بعد از نمایشگاه فروش خیلی پایینی داشته باشن و حتی تحت شعاع قرار بگیرن، امکان رشد رو ازشون میگرفتن. خب این ضعف این سیستم تخصیص یارانه بود، در حالی که به هدف و نیت خوبی بوده. در یه بازه زمانی هم چه بسا مثلا این کارکرد مثبتی بوده. اما یه نکته قابل توجهی که وجود داره در نگاه حالا موازی با کشورهای توسعه یافته دارم عرض میکنم. ببینید فرانسه مثلا یا ایتالیا یا حتی آلمان، انگلیس، حتی در همین کشورهای اطراف خودمون ترکیه، اینا همه یارانه دارن، یعنی دارن یارانه پرداخت میکنن. اما یه نکته قابل توجهی که وجود داره این هست که اینها هر چند سال یه بار سعی میکنن این برنامه تخصیص یارانه‌شون رو به روز بکنن، یعنی با توجه به شرایطی که درش هستن و با توجه به هدف گذاری هایی که تو ذهنشون دارن و برنامه‌هایی که دارن این رو بیان به روز بکنن. همین برنامه‌ای که من برای شما خوندم که مصوب سال 83 هست ناظر به برنامه توسعه 4 و 5 هست. ما الان تو کدوم برنامه هستیم؟ اواخر برنامه 7 توسعه هستیم، یعنی برنامه 7 توسعه هم داره تموم میشه. چی داره؟ کدوم نسخه داره پیاده میشه؟ نسخه‌ای که ناظر به برنامه 4 توسعه و نهایتاً برنامه 5 توسعه هست. یعنی یک عده آدمی نشستن دور هم سال 82 83 یه تصمیمی رو اتخاذ کردن، یعنی گفتن که ما سیستم تخصیص یارانمون این باشه، چارچوباش این باشه، شرایطش این باشه، نقاط هدفش این باشه، که حالا چه بسا در اون دوره بخوام بگم میتونسته خوب باشه ها، یعنی ایرادی نمیشد شاید به اون دورش گرفت. اما خب این نهایتا 3 سال تا 5 سال میتونسته جوابگو باشه دیگه، یعنی تو همون برنامه یا نهایتا در برنامه بعدی. در حالی که الان برنامه 7 توسعه داره اتمام پیدا میکنه و این برنامه نه به روز شده و نه 4 اندیشی شده. خب ما در دوره دهه 90 تو با توسعه فضاهای سوشال و در بعد از دوره پسا کرونا با توسعه سریعتر فضای مجازی خب شکل‌های جدیدی از مطالعه کتاب و کتابخوانی رو داریم می‌بینیم. یعنی مثلا نسل جدید ما مثل نسلی که تو دهه 80 بودن که فکر نمی‌کنن، یعنی هم تفکراتشون هم نگاهشون هم
ژانر مطالعاتیشون خیلی تفاوت پیدا کرده. خب این طبیعتاً میطلبه که یه عده‌ای دور هم بشینن، البته یه عده جوان، نه یه عده‌ای که ما همون دوره هستن، یعنی آدم‌هایی که از همون دوره که ما یکی از اشکالاتی هم که الان در وزارت فرهنگ و ارشاد و نهادهای فرهنگی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا کمیسیون فرهنگی مجلس هم داریم همینه که آدم‌هایی که متعلق به دهه‌های گذشته هستن میخوان برای آدم‌هایی که متعلق به دهه‌های جدید هستن و با نگاه‌های جدید بیان تصمیم سازی بکنن. طبیعتاً الان باید با یه سری نگاه‌های جدید یک سیاست‌گذاری جدیدی اتخاذ بشه. یعنی ما مثال میخوام عرض بکنم، الان کتاب صوتی و کتاب الکترونیک یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کردن بین نسل جدید. خب کدوم بخش از یارانه ها داره به این موضوع اختصاص داده میشه؟ هیچ کدوم. یعنی الان شما به هیچ وجه دولت هیچ برنامه‌ای برای اختصاص یارانه به این فرمت های جدید کتاب نداره. و جالب توجه این هست که من این رو چند سال پیش هم نوشتم که با توجه به وضعیت کاغذ و مشکلاتی که ما در حوزه کاغذ داریم، نه امکان تولید ملی در میزانی که میخوایم و نیاز داریم رو داریم، نه از اون طرف قیمت ارز و تورم اجازه به ما میده که ما بتونیم با قیمت کنترل شده کاغذ رو وارد بکنیم. خب اینجا توسعه فضاهای جدید که نیازی به کاغذ نداره میتونست در دستور کار چه دولت 12 چه 13 و چه 14 قرار بگیره. اما دولت حتی از این یارانه برای این بخش هم نیامده استفاده بکنه، یعنی نیامده به عنوان آلترناتیو از یارانه برای توسعه فضاهای جدید که کمک بکنه به کنترل قیمت نهایی و در دسترس بودن هرچه بیشتر کتاب بتونه استفاده بکنه ازش بهره ببره. میخوام عرض بکنم که این فاصله ها نشون میده که عملاً مدیران ما مدیر وضع موجود هستن، نه مدیر وضع مطلوب. یعنی به این فکر نمی کنن که ما از ابزار یارانه برای هدف اصلی یارانه هم همین هست. در تمام کشورها چرا دولت‌ها دارن هزینه میکنن؟ تازه دولت‌هایی که دخالتی در اقتصاد آزاد ندارن. یعنی مثلا وقتی داریم راجع به فرانسه صحبت میکنیم، فرانسه هیچ دخالتی در بازار آزاد به این معنایی که ما در خاورمیانه داریم و دولت‌هایی که در خاورمیانه هستن و ایران نداره. یعنی اقتصاد آزاد حرف اول رو میزنه، میگه نه من اصلا بحثی با اقتصاد آزاد ندارم، اما کنترل شده حمایت میکنم. کنترل شده یعنی چی؟ دقیقاً در همون سالی که ما یارانه‌های فصلی رو در ایران اجرا کردیم، یعنی سال 1394، یک سال بعدش سال 1395 دولت فرانسه میاد طرحی مشابه همون رو اجرا میکنه. یعنی یه پاس کالچر، یه طرحی هست به اسم پاس کالچر که میان این رو اجرا میکنن. جامعه مخاطبشون جوانان 18 سال هست. این ببینه خود این یه نکته‌ای توش هست. میگه من جامعه مخاطبم 18 سال هست. مسئله بعدی میگه که من این رو به صورت پایلوت فعلا اجرا میکنم. یعنی از سال 2017 که استارت میزنه، میگه من این رو توی یه منطقه محدود اجرا میکنم تا بتونم آزمون و خطاهاشو بگیرم، تستش بکنم، ببینم چه جوری هست. بعد از یه مدت مبلغی که اختصاص میدن 500 یورو که خیلی مبلغ قابل توجهی هست. میگه من به همه جوانهایی که 18 سال تا یک روز مونده به 21 سال هستن من این یارانه رو میدم. ببینید خودش یه درس داره برای ما. ما الان یارانه رو به همه میدیم. یعنی چه پیرمرد 80 ساله باشه، چه مثلا بچه‌ای باشه که مثلا 2 سالش هست. ما این یارانه رو بهش داریم میدیم به شکل‌های مختلف دارم عرض میکنم، چه از طریق کاغذ، چه از طریق خرید نمایشگاه‌ها، چه از طریق کتاب‌های ارزشمند و طرق مختلف. اما اونجا در کشور توسعه یافته جامعه هدف مشخصی رو دارن، میگن نه ما باید روی این جامعه هدف فوکوس بکنیم. ضمن این که بعد از یه مدت، یعنی بعد از 3 سال اومدن این رو آزمون و خطاهاشون رو سنجیدن، بررسی کردن، نقاط ضعفش رو در آوردن، نقاط قوتش رو در آوردن. مثلا یکی از کارهایی که کردن این بود که از 2018 مبلغ آوردن پایین کردنش 300 یورو. بعدم گفتن نه ما به 15 و 16 و 17 هم میدیم، منتها به متناسب. به 15 مثلا 100 یورو میدیم، به 16 150 یورو میدیم، به 17 200 یورو میدیم، به 18 300 یورو میدیم. یعنی این رو اومدن باز یه تناسبی براش اجرا کردن. و حالا بحث‌های دیگه که خیلی نمیخوام بحث بکنم راجع بهش. صحبت اصلی من این هست که تو طرح‌هایی که داره اجرا میشه، عدالت فرهنگی، جامعه مخاطب و عدم دخالت در بازار آزاد
کاملا محسوس هست. یعنی مثلا اینها یه قاعده رو آوردن، گفتن اصلا شما میتونید از این پاس کالچر همه جا استفاده بکنید بجز آمازون. حق استفاده، چون آمازون یا قولی هست که داره میبلعه، ما اجازه استفاده از این رو تو آمازون به شما نمیدیم. یا در کتاب فروشی های زنجیره‌ای نمیدیم، یعنی شما باید برید این رو تو کتاب فروشی های محله‌ای استفاده بکنید. یه چارچوبه ها و یه قاعده هایی رو برای اجرای این طرح اجرا کردن، پیاده سازی کردن و هدف اصلیشون هم این بوده که بتونن اون عدالت فرهنگی رو در وهله اول پیاده بکنن و دوم اون هدف گذاری که توسعه کتاب و کتابخوانی در جامعه فرانسه است که ما به عنوان یه جامعه تمام کتابخوان میشناسیمش، سالهای سال هست و الگوی بسیاری از کشورها هم هست، این رو اومدن پیاده کردن. خب ما از سال 83، من تازه دارم البته قبل‌تر از این، از سال 83 یه طرحی رو داریم همینجوری اجرا میکنیم تا الان. نقاط قوت و ضعف رو هم نمیشینیم بحث بکنیم روش و مدیرای ما یه ریلی سال 83 گذاشته شده رو همون ریل حرکت میکنن، انگاری حال تعویض ریل ندارن، حال بررسی و عیبیابی و پیدا کردن ضعف‌های طرح‌ها رو ندارن، حال این رو ندارن که برن تو کشورهای دیگه ببینن چه خبر هست، از الگوهای حتی آماده کشورهای دیگه استفاده بکنن. یعنی حتی به این هم فکر نمی‌کنن که خب بالاخره یه سری کشورهایی هستن که موفقن، خب چه تو منطقه چه در کشورهای توسعه یافته، ما بریم ببینیم اونها دارن چه کار میکنن. یارانه کاغذ راحت ترین و البته پرراند ترین نوع یارانه کاغذ هست. چرا باید فلان ناشر، تو همون نمونه‌ای که من پارسال اشاره کردم در روزنامه اعتماد برید ببینید که چرا باید فلان ناشر بیشترین میزان کاغذ رو بگیره، کاغذ ایرانی رو، کاغذ ملی رو بگیره و ببره تو بازار آزاد بفروشه و بر نگرده تو چرخه اقتصاد نشر. یا در حوزه مطبوعات چرا باید فلان مجله یا فلان شخص یا فلان روزنامه بیشترین حجم کاغذ رو بگیره و ما میدونیم که اصلا این عدده با میزان تیراژ این روزنامه و این مجله نمیخونه، ولی از اون طرف این آقای داره ولی مابقی ندارن، این فرد داره اما مابقی ندارن این رو. علتش چی هست؟ علتش این هست که خب خود یارانه الان تبدیل شده به یک ابزار رانت در دست دولت‌ها. دولت‌ها در دوره‌های مختلف یارانه رو ابزاری میکنن برای سرکوب کردن یه عده ناشر و تقویت یه عده ناشر دیگه. یعنی اصلا هدف جامعه مخاطب نیست. هدف این نیست که مردم کتاب خون بشن. اگر هم هست مردم خاص با یه ویژگی‌های خاصی باز دوباره هستن، یعنی اون بحث عدالت فرهنگیه نیست. پس هر جایی که یارانه اون بعد تحقق شعار عدالت فرهنگی رو دنبال نمی‌کنه، نتیجه منفی و عکس خودش رو میده. الان چه نمایشگاه کتاب، چه کاغذ، چه کتب ارزشمند، چه خرید کتابخانه‌های عمومی، چه جشنواره‌ها، چه خبرگزاری کتاب، چه همه اینا دارن الان از یارانه دارن استفاده میکنن. همه اینها اگر وقتی بررسیشون میکنیم و نشون نگاه میکنیم میبینیم توش عدالت فرهنگی وجود نداره، پس عملا این یارانه از هدف خودش دور شده. کما اینکه دور هم شده. چرا ما میبینیم جامعه هر روز کتاب نخوانتر میشن؟ چرا باید کتاب فروشی ها هر روز تعطیل بشن؟ چرا باید ناشرها هر روز کمتر و کمتر بشن؟ بله ما در شعار تعداد ناشرامون الان 25,000 هست، تعداد ناشرهایی که پروانه گرفتن، اما ناشر فعالمون 500 تا هم نیست. در شعار ما میگیم بله ما کتاب فروشی داریم، اما ما همه جا کتاب فروشی نداریم. الان خود شما بهتر از من میدونید که ما تو خیلی از شهرهایی که زمینش رو دارن کتاب فروشی نداریم، کتاب فروشی خوب نداریم، کتاب فروشی بروز نداریم. چرا باید نمایشگاه کتاب تهران از کارکرد نمایشگاهی تبدیل بشه به کارکرد فروشگاهی؟ همه اینا به خاطر این هست که اون یارانه داره فقط تبدیل شده دیگه به رانت، تبدیل نشده به
میخواستم همین خدمتتون بگم. الان من دو تا موضوع یارانه رو تفکیک میکنم. یک یارانه‌ای که به کاغذ یا به ناشرات داره پرداخت میشه، دو یارانه‌ای که حالا به اسم نمایشگاه، جشنواره تهران و شهرستان داره خرج میشه. تو اولی برای اینکه بحثش رو بتونیم تموم کنیم، یعنی یارانه‌ای که در واقع داره به کاغذ پرداخت میشه که کاغذ ارزان‌تر در اختیار ناشران قرار بگیره که محصول نهایی ارزان‌تر باشه. حالا ایران چون واقعا وضعیتش متفاوته، یعنی اون نهادی که در واقع داره این یارانه رو تخصیص میده همون نهادیه که داره سانسور میکنه. یعنی در واقع وزارت ارشاد، چون بقیه جایی که مثال زدین و میتونیم مثال بزنیم که همچین جایگاهی اونا ندارن، اونا میان به قول شما کنترل شده که یارانه رو تخصیص میدن و اساسا نه بازار آزاد کار دارن نه کار دارن که تو چی چاپ میکنی چی چاپ نمیکنی. واقعا اگه تو ایران بخوایم صحبت کنیم، فارغ از اینکه چه کارکردی تا حالا داشته یا نداشته، اینکه همون نهادی که سانسور میکنه، نهادی که یارانه میده و همون نکاتی که اشاره کردین، این امکان چانه زنی، امکان اینکه ابزار قدرت کنه، امکانی که چماق کنه، هر امکانی که در واقع با این یارانه در اختیارشه، اساسا موافق تخصیص یارانه دولتی به کاغذ و نشر فارغ از نمایشگاه، اینا بحث بعدی مونه، هستی یا نه؟ شخصا معتقد هستم که با رویه فعلی و وضعیت فعلی که ابزاری هست در دست دولت‌ها خیر. یعنی من معتقد هستم که در اقتصاد آزاد ناشرها، کتاب فروش‌ها و حتی مردم بهتر میتونن فعالیت بکنن و ناشر بهتر میتونه مخاطب خودش رو پیدا بکنه و برعکس مخاطب بهتر میتونه ناشر و کتاب فروشی مورد علاقه خودش رو پیدا بکنه. یعنی وقت داریم میبینیم، البته مثلا من الان سراغ دارم ناشرهایی یا کتاب فروشهایی که از هیچ کدوم از اینها بهره نمیبرن، یعنی خودشون دارن کار میکنن و از قضا موفقم هستن. یعنی بدون هیچ نوع رانتی، بدون هیچ نوع یارانه‌ای، بدون هیچ نوع امکاناتی. مثلا الان ما کتاب فروشایی داریم که من خودم خبر دارم که به من میگه من سال‌هاست دیگه تو طرح‌ها شرکت نمی‌کنم، دیگه مستقل دارم کار میکنم و هیچ نیازی هم به این طرح‌ها ندارم، به دلایل مختلف البته. بوده یه زمانی مثلا تو این طرح‌ها بوده، الان میگه نیست و میگم و میبینم موفقم هست. یا برعکس ناشری که میگه من یه بند کاغذ نمیگیرم، اصلا هیچ علاقه‌ای ندارم که وارد این بازی بشم، به دلایل مختلف، حالا یا قهر کرده یا تمایلی نداره یا بهش نمیدن اصلا، چه بسا، ولی داره موفق عمل میکنه. یعنی به نسبت اون ناشری که داره این یارانه رو میگیره، این امکانات رو میگیره، میبینی موفق تره. خود این نشون میده که پس در اقتصاد آزاد شاید اولش سخت باشه، اما بعد از یه مدتی اینها میتونن اون بازاریابی خودشون و مخاطب شناسی خودشون رو درست انجام بدن و موفق باشن. الان تو بحث کاغذ خیلی از وارد کننده های کاغذ ما میگن آقا اصلا دخالت نکنید، ما با ارز آزاد میخوایم کاغذ وارد بکنیم، با همون قیمت میخوایم بفروشیم. یعنی ما الان نگرانی مثلا برخی از این وارد کننده این کاغذ این هست که شما چرا دخالت میکنید. ما حرفمون این هست که ما نه ارز دولتی میگیریم، نه از اونورم میخوایم جواب پس بدیم. اجازه بدید خودمون بیاریم، خودمون بفروشیم، خودمون عرضه بکنیم و خودمون بازار رو بالانس بکنیم. میخوام عرض بکنم اگر دولت این پولو ور داره ببره اصلا یه جای دیگه خرج بکنه و به صغیر و کبیر نده، از صدر و زیر رو همه رو یکی بدونه، خب طبیعتا کار خیلی بهتر پیش میره، خیلی راحت‌تر پیش میره. برای همین با وضعیت فعلی به نظر من یا الان چیزی که دارم میبینم کاملا سم هست و داره ضرر جبران ناپذیری به وضعیت که توسعه کتاب و کتابخوانی در کشور می‌رسه. الان اگر یارانه ندن به نظرتون بهتر از اینه که بدن. خود بازار به خود تنظیمی میرسه. و خب اصلا میشه گرونتر بشه کتاب. ببینید حالا شما حتما راجع به قیمت کتاب قبلا صحبت کردید با دوستان دیگه. همین الان هم خیلی از ناشرها دارن با کاغذ بازار آزاد کتاب منتشر الان مثل قدیم هست. این قدیم واقعا تفاوت زیاد بود. یعنی مثلا $1 بود فرض کن 25800 بود، تو بازار 70 بود فرض. الان دیگه این تفاوت‌ها کمتر شده. الان واقعا هنوز هم اون رانت وجود داره. ببینید رانت که وجود داره، عرض کردم مخصوصا خب تو دولت 13 هم که بحث تولید کاغذ ملی بود و تخصیص کاغذ ملی و یک کارگروهی هم بود، خب این اتفاق میافتاد. توی این دولت فعلی خب اینجوری نیست و از قرار معلوم اصلا کاغذی وجود نداره و کلا هم این دولت که کاغذ ول کرده گذاشته خود بازار هر کاری دلش میخواد بکنه. اما تو دولت قبلی خب این اتفاق میافتاد، کاغذ داده میشد. حالا تعدادش یا حجمش اونقدرش باز هم به نسبت میزان مصرف نبوده. فکر میکنم مثلا 3000 بند 4000 بند 3000 تن 4000 تن بیشتر نبوده.
ولی بازار چون اینها باز به یک گروه خاصی بیشتر کاغذ میدادن، مابقی خودشون رو تنظیم کردن. برای همین قیمت تمام شده کتاب تقریبا همون قیمت تمام شده بازار در می اومد، اون چیزی که بازار آزاد به ارز آزاد هست. میخوام عرض بکنم نه، فکر نمی کنم تأثیری تو تولید داشته باشه، اما تو خرید خب مثلا نوع حمایت هایی که مثلا در نمایشگاه ها میکنه، خب متاسفانه ناشرها عادت کردن. یکی از دلایلی که دل نمیکنن از نمایشگاه بین المللی کتاب این هست که خب یک برندی درست شده به اسم نمایشگاه بین المللی کتاب و جنجالی پیرامونش صورت میگیره، تبلیغاتی پیرامونش صورت میگیره و مردم از جهت ذهنی آماده شدن که آماده هستن، پیش بینی میکنن، برنامه‌ریزی میکنن که در شرکت بکنن. و طبیعتاً خب این یه عده خاص از ناشرا که حتی دارن کاغذ آزاد میخرن هم اون بازار رو دوست دارن و دلشون میخواد اون بازار رو داشته باشن. اما من با خیلی هاشون هم صحبت کردم و معتقد هستم که اون سیستم غلطیه. خود شما میدونید که الان تقریبا از سال 98 به این ور بود که شعار نه به نمایشگاه خیلی قوت گرفت و برخی از ناشرای شاخص ما که من نمیخوام اسم ببرم ولی کم هم نیستن، اینها دیگه گفتن ما تو نمایشگاه شرکت نمی‌کنیم به خاطر حمایت از کتاب فروشی ها. و این کمپین هر سال هم تقریبا یه قوت و قدرتی گرفت. و جالب توجه است که در دولت 13 هم یه عده از ناشرها قهر کردن، شرکت نکردن، اما خب بازار خودشون رو داشتن، چارچوب خودشون رو داشتن. یعنی من خودم معتقد هستم حتی نمایشگاه بین‌المللی هم اگر تعطیل بشه یا شکلش تغییر کنه، قائل به تعطیلیش نیستم، قائل به این هستم که شکلش نمایشگاه باشه، عملاً باز اتفاقا کمک میکنه به توسعه ویترین کتاب تو شهرستان ها و شبکه پخش. یعنی اون چیزی که ما الان متاسفانه یکی از مهمترین ضعف‌های صنعت نشر مواد شبکه پخش کتاب هست، به اون کمک میکنه و ناشرها میان سوی سرمایه گذاری جدی رو شبکه پخش. الان این اتفاق نمیفته و خودشونو با فروش‌های نمایشگاهی مقدار به نظرم سرگرم کردن، الکی هم سرگرم کردن. برای همین معتقد هستم نه، در اقتصاد آزاد و بازار آزاد چه خریدار چه فروشنده خودشون رو تنظیم میکنن و اتفاقهای بهتری میفته. الان هم که عملا این یارانه وجود داره یا اسمن وجود داره، از اونور کاغذ نیست. یعنی الان واقعا خودتون میدونین که الان چند ماهه که مطلقاً کاغذ نیست، کاغذ بسیار نایاب و کمیابه و در واقع باز هم با یک رانت خاصی چه از طرف بازار آزاد چه از طرف دولت داره پخش میشه. یک محمولی هم هست که ماها سوی بندرعباس گویا گیر کرده و هیچ کی انگار نمیتونه اینو آزاد کنه. این اختلافی بین وزارت ارشاد و وزارت سمت و سازمان مالیاتی که این انگار نمیتونن حل کنن. حالا اینکه پشتش چیه، کی داره از این رانت استفاده میکنه که اون همونطور بمونه و این عرضه محدود باشه که تقاضا زیاد باشه که هی قیمتا گرون بشه. واقعا تو چند ماه گذشته کاغذ به شدت افزایش قیمت پیدا کرده همونطور که میدونین. میخوام بگم الانم که وجود داره قیمت کتاب به همه این دلایل بالا رفته. واقعا فکر میکنین که اگر واقعا اصلا نباشه، اصلا یارانه‌ای نباشه که الان میگم ظاهرا هست ولی نیست یا کمه، اتفاق خاصی نمیفته. به نظر میتونه بازار و حتی از اون مهمتر مخاطب، ببین چون تو ایران مسائل یک جور دیگه نگاه میشه، یعنی لزوما به این 2 تا 4 تا اقتصادی نگاه نمیشه. یعنی وقتی ناشر سرشو بالا بگیره، فیلمساز سرشو بالا بگیره، یک بچه تئاتری، یکی از بچه‌های موزیسین بالا بگیره بگه من مطلقاً از هیچ امکان و یارانه یا رانت دولتی استفاده نمی‌کنم و میخوام مستقل باشم، فکر می‌کنم واقعا جامعه به اون شعور، به اون درک، به اون بینش رسیده که اتفاقاً حمایتش کنه بیشتر. همونطور که مثال زدین همون کتاب فروشی‌ها و ناشرایی که مستقیم اعلام می‌کنن که ما از این رانت‌ها استفاده نمی‌کنیم، چه بسا حتی وضع بهتری نسبت بقیه دارن. فکر می‌کنین خیلی به هم نمیزنه پس این؟ نه طبیعتاً به هم نمیزنه، چون الان اون یارانه‌ای هم که داره داده میشه پژمان جان خودت بهتر میدونی به یه عده خاصی داده میشه، با یه شرایط خاصی داده میشه. یعنی مثلا الان ما تو بحث خرید کتاب خب میدونید که اصلا انقدر عدد ناچیزه. مثلا الان کمیته خرید فکر میکنم بین 30 نسخه تا 50 نسخه و تو بهترین حالت 100 نسخه از یه ناشر میخره که اصلا تو محاسبات یک نشر عددی به حساب نمیاد. بله یه زمانی این عدد 2000 تا و 3000 تا و 5000 تا هم بود. خب این دولت دیگه قدرت این رو نداره که اون حمایت های مثلا که تو دهه 80 میشد یا تو دهه 70 میشد رو داشته باشه. این نکته اوله. نکته دوم باز از ناشران خاص داره حمایت میکنه. حالا البته دولت ها شعارهای خودشون رو دارن، من نمیخوام توش ورود بکنم، نمیخوام اونها رو تحلیل بکنم، اما هر کدوم به تناسب خودشون یه عده خاصی رو دارن حمایت میکنن. یعنی اون مبلغ حمایت خیلی کم هست، اون جامعه مورد حمایت هم باز خیلی محدود هست.
میخوام عرض بکنم عملا در وضعیت فعلی هم بازار داره راه خودش رو میره. یعنی ناشرها یاد گرفتن که با استفاده از توان خودشون و فعالیت هایی که دارن انجام میدن، بازاریابی هایی که دارن میکنن، کار بکنن و فعالیت داشته باشن. کتاب فروشی هم همینجور، من مخاطب هم همینجور. یعنی من مخاطب هم درسته که سخت هست که فلان قیمت رو بخرم، یا وقتی قیمت افزایش پیدا میکنه من هم کتاب از سبد خانوادم فاصله میگیره یا کمتر میشه تعدادش، ولی با این حال یواش یواش سعی میکنم که این اتفاقا رو رقم بزنم. تو بحث فعلی حمایت‌های یارانه‌ای چون ناظر بر، میخوام این رو عرض بکنم، چون ناظر بر توسعه کتاب و کتابخوانی با اون تحقق شعار عدالت فرهنگی نیست، بود و نبودش هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی برای اون فردی که تو سیستان و بلوچستان هست با اون آدمی که الان در تهران هست تقریبا یک جوره. یعنی چه اونی که تو تهران اون هم این عدالت رو نمیبینه، چون نوع کتاب‌ها و ناشرایی که دارن حمایت میشن خاصن و میزان حمایت هم خیلی پایین هست. اونی هم که تو سیستان و بلوچستان هست اون هم باز همین وضعیت رو داره دنبال میکنه، یا تو شهرستان‌های دیگه. بنابراین عملا این در حد شعار میتونه دولت ادعا بکنه نه من دارم حمایت میکنم، کما اینکه میگم الان در حد شعار هم نیست. الان تو دو تا چهارتایی هم که میبینیم انقدر این عدد حمایت ضعیف شده که مثلا عدد 30 نسخه از یه ناشر بخری خیلی طنزه. یعنی حتی خیلی از ناشرها، من این مورد سراغ داشتم، ناشر تو شهرستان بوده میگه به من گفتن 50 نسخه از فلان کتاب میخریم، میگه من چرتکه انداختم، من این رو بخوام ببرم تو انبار کرج تحویل بدم برگردم پول کرایه ماشینم در نمیاد. گفتم بی خیال من اینو نمیخوام. یعنی این حمایت هم نخواستیم. چرا؟ چون من این پول کرایه ماشینم پول این حمایت نمیشه. میخوام یک نکته فقط اشاره کنم که حمایت‌هایی که توی مدت شده و هنوز هم میشه لزوما به اون ناشران مذهبی یا انقلابی یا دفاع مقدسی نبوده. خیلی از ناشرها، حالا به مجلات اشاره کردیم، خیلی از مجلات کسایی بودن که ظاهرا هم در واقع به اصطلاح روشنفکر بودن، به اصطلاح منتقد بودن و اونها هم سهمیه بالایی گرفتن. میخوام بگم که لزوما هم اون بچهای انقلابی نگرفتن، خیلی از اینا هم گرفتن. نه این نبوده. تو دولت‌های مختلف شکل‌های مختلفی پیدا کرده. حالا البته بعضیا بودن تو تمام دولت‌ها منافع خودشون رو تونستن حفظ بکنن، ارتباطات خودشون رو تونستن حفظ بکنن. بعضیا هم بودن که توی دولتی محبوب، توی دولتی مغضوب. یعنی این شکل رو هم داشتیم. ولی میخوام بگم در هر صورتش از یه دایره محدودی فراتر نمیره. یعنی این نیست که مثلا تو تخصیص این یارانه‌ها شما بگی بله الان همه بدنه نشر دیده شدن یا همه بدنه کتاب فروشی ها دیده شدن. ضمن این که میگم انقدر این سیستم دادن یارانه ضعف داره که حتی اونی هم که دیده اونم اونقدری بهره نبرده. یعنی حتی فلان ناشرم که تو این دولت بوده تو اون دولت هم بوده، به اونم که بشین صحبت بکنه اونم میگه نه انقدر این پول این رو دیر به من دادن یا انقدر مبلغ این رو به من دیر دادن که من مثلا با توجه به افزایش تورمی عملا ضرر کردم، نتونستم منفعتی کسب بکنم. از موضوع اول، یعنی از شکل اول تخصیص یارانه میگذریم، به شکل دوم میرسیم که به نظرم مهمتره و اتفاقا بیشتر نمود داره و بیشتر با سرنوشت و بقای کتاب فروشی‌ها که به نظر من مهمترین چیزی ان که این روزها باید دغدغه داشته باشیم که بمونن و حفظ بشن. اون هم شکل‌های مختلف داشته. فرمودین از نمایشگاهی که شروع شد، از اون دوره‌ای که در واقع بن کتاب تو شروع شد تا دوره‌ای که نمایشگاه استانی راه افتاد. در مورد این دوتا حتما جلوتر صحبت می‌کنم و پرسش می‌کنم ازتون. می‌خوام الان تجربتون رو بگیم خیلی خلاصه، چون می‌خوام از وقت نهایت استفاده رو بکنیم. تو دوره‌ای که در واقع شما خانه کتاب اومدین، خب طرحی رو دادین که خیلی طرح پیشروی بود. یعنی هم به نفع کتاب فروش بود، هم به نفع غیر مستقیم و مستقیم ناشر و پخشی بود، هم مهمتر از همه به نفع مخاطب و مصرف کننده نهایی بود. یعنی اینطور بود که من با کد ملی میرفتم، حالا عددی بسته به اون سوال و تورمی که وجود داشت توی کارت ملی به شمارم شارژ شده بود و من حتما باید میرفتم کتاب فروشی مراجعه میکردم و کتابا میخریدم. خب این کمک میکرد که هم کتاب فروشی سر پا بمونه و خیلی از این موضوع استقبال کنه، خوشحال بشه، هم من مخاطب به حال بدونم که یک چیز مستقیم به من اختصاص داده شده و احتمالاً درصد رانت و فساد کمتری توش بوده، چون ممکنه تو اونم باشه، حالا نمیدونم. و هم پخشیه خوشحال بود برای اینکه میتونه در واقع تصفیه چکای قبلیش رو بگیره که بتونه برسه و کتابای بیشتری رو شارژ کنه به کتاب فروشی. این طرحی که واقعا خوب بود به نسبت. یه کوچولو در مورد این بگین که چی شد این اصلا که اینو شروع کردین، این پاییزه زمستانه و این طرحایی که بود و خیلی جذاب بود، و چی شد که با رفتنتون اینا کم رنگ شد و حذف شد؟
سال 94 بود. آقای سید آبادی به من گفتش که خب آقای صالحی خیلی صحبت کردیم که یه حمایتی از کتاب فروشی ها داشته باشیم، یعنی ایده حمایت از کتاب فروشی ها مطرح شده بود که خب خیلی ایده خوبی بود. منتها ایشون در ذهنش این بود که خب حالا ما میخوایم به کتاب فروشی ها کمک کنیم که مثلا ویترینشون رو عوض بکنن، کامپیوتر بخرن، قفسه رو عوض بکنن، یعنی حمایت سخت افزاری. آره حمایت سخت افزاری بکنیم و ایدهشون هم این بود که حالا مثلا به هر کتاب فروشی 2 میلیون 3 میلیون تا 5 میلیون بدیم. خب یه همچین مبلغی رو ما مد نظر داریم، شما مثلا یه ایده‌ای یه فکری بکنید که ببینید چجوری ما میتونیم این رو به این کتاب فروشی ها بدیم. خب من دیدم خب یه مبلغی برای حمایت از کتاب فروشی ها میخواد در نظر گرفته بشه، با توجه به اینکه خب من یه شناخت قبلی راجع به وضعیت فروش کتاب و سیستم فروش کتاب در اروپا داشتم و کار مطالعاتی هم انجام داده بودم و ظرفیت‌های خانه کتاب رو هم خوب میشناختم، یعنی خود دیتابیس خانه کتاب و امکاناتی که از طریق این دیتابیس میتونستیم استفاده بکنیم رو میشناختم. پیشنهاد دادم که بیاید یه طرح فروش از طریق کتاب فروشی ها رو، اون هم اختصاص یارانه در اصل نه به کتاب فروشی ها بلکه به خود مردم رو در نظر بگیریم، یعنی کاری که در اروپا در اون زمان هم مرسوم بود انجام میدادن، البته خب با شکل های مختلف. این ایده مطرح شد. این ایده یه سری مزایا داشت و البته خب معایبی هم حتما داشت. مهمترین مزیتش این بود که همه بدنه نشر و کتاب رو در بر میگرفت، یعنی چرخه اقتصاد نشر رو کامل در بر میگرفت. مسئله بعدی این بود که عدالت فرهنگی توش کامل محقق میشد، یعنی میشد در همزمان در کل کشور این رو پیاده سازی کرد. نکته بعدیش این بود که قابل رصد و ارزیابی بود، تا حد زیادی ما میتونستیم این رو رصد بکنیم و ارزیابی بکنیم از طریق دیتا ماینینگ که میتونستیم انجام بدیم. بل مسئله بعدی این بود که میتونستیم این تحلیل های خوبی از وضعیت فروش کتاب و میزان فروش کتاب در جاهای مختلف داشته باشیم از کل کشور. و یه نکته قابل توجه هم داشت و این بود که کتاب فروشی ها رو از شکل سنتی خودش به یه شکل مدرن تری ارتقا میداد. یعنی کتاب فروشی هایی که تا دیروز کامپیوتر نداشتن و با چرتکه کار میکردن، ما از طریق این طرح به یک نوعی هول دادیم به این که بیان سمت این که با کامپیوتر کار بکنن، با شابک آشنا بشن، با سیستم های حسابداری و حسابرسی آشنا بشن و مسائلی از این دست. یعنی میخوام بگم یه مزایای این شکلی هم بود. طرح خب در وهله اول که من طرح رو نوشتم، حتی در خود خانه کتاب هم بچهای خانه کتاب و کارشناسای خانه کتاب مخالف بودن، اصلا گفتن همچین چیزی امکان پذیر نیست و شدنی نیست، در حالی که نه، من این تجربه رو داشتم و این مدل کار رو در کشورهای دیگه رصد کرده بودم و دیده بودم و میدونستم که میشه یه همچین کاری رو انجام داد. اساساً شابک اصلا کارکردش این هست، شابک یه سیستم شماره دهی یونیک برای فروش و انبارداری هست و این یه چیزی هست که من هنوزم معتقد هستم خود کتاب فروش‌های ما در ایران هم نمیتونن از این ابزار استفاده بهینه بکنن و اتفاقاً یکی از ضعف‌های شبکه توزیع و فروش ما این هست که این کد معروف رو باهاش آشنا نیستن، از کارکردهاش اطلاع ندارن و استفاده نمی‌کنن یا اگرم اطلاع دارن. خب ما این سیستم نرم افزاری رو نوشتیم. تو وهله اول به مدت 10 روز در هفته کتاب سال 94 ما این رو پیاده کردیم. ثبت نام اولیه که انجام شد حدود 150-60 کتاب فروشی ثبت نام کردن که در حدود 100 فکر می‌کنم 13 تاش فعال شدن. خب خیلی خوب بود، هم بازه زمانی نه تهران بودن، شهرستان هم بودن، هم بازه زمانیش خوب بود و هم اینکه باگای کار ما خب گرفته میشد. یعنی ما هم توقع نداشتیم که مثلا این ایده از اعلانش تا اجراش مثلا کتاب فروشی زیادی بیان و ایدهمون این بود که خب این کم باشه که ما بتونیم باگای نرم افزاریمون رو بگیریم. خب این شاید بشه گفتش که بعد از کارت سوخت این اولین سیستم نرم افزاری آنلاین و سراسری بود، یعنی شما مشابه این رو نداشتی تو جای دیگه. یعنی یکی کارت سوخت بود که تا اون زمان اجرا شده بود که یه شبکه واحد فراهم شده بود و تمام جایگاه ها رو به هم وصل کرده بود و ما توی این سیستم ایدمون این بود که تمام کتاب فروشی ها رو در آن واحد بتونیم به هم وصل بکنیم تا بتونن اینها فروش همزمان داشته باشن. خب این خوشبختانه ضعف ها گرفته شد، نرم افزار رو تقویت کردیم و طرح بعدیمون که برای عید بود در یه بازه زمانی 1 ماهه انجام شد با نام عیدانه کتاب.
ثبت نام ها از قبلترش شروع شد، سیستم نرم افزاری ارتقا پیدا کرده بود، باگ ها بیشتر گرفته شد، آیین‌نامه‌های داخلی نوشته بودیم که هم کتاب فروش ها رعایت بکنن، هم مردم رعایت بکنن، برای اینکه بتونیم فساد رو تا حد زیادی توش بیاریم پایین. و خب خوشبختانه عیدانه اون سال خیلی جو خوبی اتفاق افتاد، میزان مشارکت حدود 500 کتاب فروشی شد. بود. 94 عید 95 میشد. بله. ما از قبلش اسفند ثبت نام شروع کردیم، از اول عید هم این کار استارت خورد و خب خوشبختانه میگم خیلی استقبال خوبی بود. از اون به بعد یه روند صعودی پیدا کرد مشارکت ناشرها و کتاب فروش ها و عملا تا سال 97 که من آخرین دوره رو مثلا پاییزه کتاب بود برگزار کردم، ما 1100 کتاب فروشی فعال در تمام 32 استان داشتیم که خب عدد خیلی قابل توجهی بود، هم میزان فروش خیلی بالا رفته بود. یعنی تو حدود 3 سال حجم انبوهی از کتاب فروشی ها همسو شدن، همراه شدن. البته اوایلش برخی از کتاب فروشی های بزرگ ما هم حتی استنکاف میکردن از اینکه همراهی بکنن، اما دیدن که نه انقدر جو قوی هست و مردم مطالبه میکنن که خودشون رو همراه کردن و اومدن تو این طرح مشارکت کردن. البته مثلا خب ضعف‌هایی داشت، شاید مثل همین طرح پاسکالچر. تو خود فرانسه هم وقتی این طرح اجرا شد بعد از یه مدت متوجه شدن که خب خیلی مردم مانگا میخرن. یعنی یکی از ضعف‌هایی که بود این بود که این خب مردم توجهشون بیشتر از کتاب به اشیاء غیر از کتاب هم یا نوع کتاب‌های خاصی هم جلب شده. ما هم این ضعف رو داشتیم که مثلا یکی از ایرادهایی که میگرفتن میگفتن خب شما که نمیدونید تو فلان کتاب فروشی چه چیزی داره خرید و فروش میشه و برخی از ناشرها دارن تخلف میکنن. البته خب سیستم‌های نظارتی هم به صورت هوشمند هم به صورت تلفنی و رندوم چک ما فعال کرده بودیم که این کار رو انجام میدادیم. ولی میخوام عرض بکنم که خب طرح خوبی بود به جهت اینکه همه جامعه مخاطب رو پوشش میداد و عملا همه میتونستن ازش استفاده کنن در سرتاسر کشور در آن واحد. محدودیت موضوعی وجود نداشت، یعنی تمام کتاب‌های عمومی میتونست خریداری بشه. هر نوع کتابی که مجوز داشت و هر نوع کتابی که خدمتتون عرض می‌کنم شابک داشت میتونست در بستر فروش مورد استفاده قرار بگیره. حالا شما در نظر بگیرید الان مثلا خود شورای خرید کتاب خب یک گروهی هستن که اینها فقط کتاب‌های خاصی رو خریداری میکنن، یعنی این حمایت کانالیزه شده است در سلیقه‌ای کاملا. یا مثلا نهاد کتابخانه‌های عمومی دوباره یه شورای خرید مجزایی داره که دوباره لیست کتاب‌ها میره اونجا مورد ارزیابی قرار میگیره و خرید میشه. در حالی که توی این نوع عرضه هر کتابی که مجوز گرفته، یعنی اون سیستم سانسور رو رد کرده و مجوز گرفته دیگه این اجازه و این شانس رو داشت که بیاد در کتاب فروشی ها محل استفاده و فروش قرار بگیره و خب مردم هم با سلیقه خودشون میرفتن خرید میکردن. از همه مهمتر این بود که ما یک رصد دقیق رو وضعیت بازار داشتیم، یعنی این به نظرم خودش حتی اینکه چه کتابایی فروخته میشن. بله دقیقاً ما میدونستیم چه کتابایی بیشترین حجم فروش رو دارن، چه موضوعاتی کدوم شهرها بیشتر دارن کدوم شهرها کمتر دارن و خب این خیلی تو بحث سیاست گذاری و آینده نگران برنامه ریزی کردن خیلی کمک میکرد. یعنی مثلا تو نقاط مرزی یکی از کارهایی که ما مثلا مد نظر داشتیم که تو نقاط مرزی ما بیام تقویت کنیم، هم میزان حمایت هایی از کتاب فروشی ها رو بیشتر بکنیم که این کارم میکردیم عملا. یعنی مثلا کتاب فروشی هایی که تو نقاط مرزی بودن سهمیه یارانه بیشتری رو بهشون اختصاص میدادیم. و نکته جالب توجه این بود که یه نکته خیلی کلیدی داشت این کار پژمان جان و اون این بود که ما حرفمون این بود که مردم باید پاشون به کتاب فروشی باز بشه. یعنی حرف من این بود که دولت‌ها انقدر نمایشگاه برگزار کردن، چه بین المللی تهران، چه استانی و چه حالا نمایشگاه‌های متفرقه‌ای که مثلا فلان دانشگاه برگزار می‌کرد، فلان نهاد برگزار می‌کرد، فلان مردم همش عادت کرده بودن به نمایشگاه رفتن و فراموش کرده بودن که یک جاهایی هست که در 365 روز سال داره از جیبش هزینه میکنه، پول آب میده، پول برق میده، پول گاز میده، مالیات میده، عوارض میده، پول کارگر میده، حقوق کارمند میده و که چیه چراغی روشن باشه در شهرشون
که بتونن در 365 روز سال بتونن هر موقع اراده بکنن برن ازش کتاب بخرن. خب این باید حمایت میشد، ولی مردم فراموش کرده بودن. یعنی ما انقدر با برگزاری نمایشگاه ها رو پررنگ کرده بودیم که مردم ترجیح میدادن که برن نمایشگاه، چون میگفتن نمایشگاه تخفیف میدن، نمایشگاه ناشرای تهرانی هستن، نمایشگاه فلان هستن. در حالی که خب با حمایت از کتاب فروشی ها عملا این اتفاق میافتاد که خود کتاب فروشی ها تقویت بشن و مردم یاد میگرفتن که برن وارد کتاب فروشی ها بشن، از کتاب فروشی ها خرید بکنن و خرید از کتاب فروشی کمک به اقتصاد نهاد محلی و دائمی کتاب در هر شهر و استان بود. خب این به نظرم یه اتفاق خیلی خوب بود که میتونست بیفته. مع الاسف این اتفاق بعد از سال 97 تقلیل پیدا کرد، هم از جهت اجرایی هم از جهت تخصیص بودجه، و من فکر میکنم که هیولای رانتخوار نشر اجازه نداد که این طرح توسعه پیدا بکنه به دلایل مختلف. دلیل اولش این بود که دلش نمیخواست که این مبالغ بره سمت کتاب فروشی ها و جاهای دیگه. آخه جالب این هست که عملا هم سمت کتاب فروشی ها نمیرفت، عملا در دست مصرف کننده نهایی قرار میگرفت. یعنی من به عنوان مخاطب میتونستم برم با سلیقه خودم از هر کتاب فروشی که دلم میخواد خرید بکنم. و نکته بعدی این بود که خود کتاب فروشی ها هم از این برای این فروشه خیلی کلاهی ندوخته بودن، بیشتر به این که مردم می اومدن و می رفتن و عادت پیدا می کردن دلخوش بودن. یعنی می گفتن خب من این رو خب خیلی رصد کردیم، می سنجیدیم، هم به شهرستان ها من می رفتم. خود شما یادت میاد ما یه بار با هم کرمانشاه رفتیم مثلا صرفا برای اینکه بررسی بکنیم وضعیت فروش رو، حتی برگزار بکنیم جشن پایانی این برنامه رو تو اون شهر. چرا؟ چون ببینیم که خب حالا واکنش ها چی از مردم، چی میگن، صحبت ها چی هست و یه برآورد دقیقی داشته باشن از وضعیت اجرای این طرح. میخوام عرض بکنم که هم کتاب فروش ها و هم مردم بیشتر خوشحالیشون از این بود که هم میتونن با سلیقه خودشون کتاب بخرن و هم از کتاب فروشی های مورد علاقه خودشون. کتاب فروشی ها میگفتن خب مردم میان و ما در کنار چیزای دیگه هم میفروشیم. یعنی طرف یه سقفی داشت دیگه. یعنی مثلا من اون موقع یادم هست که ما تو 100,000 تومان 20,000 تومان یارانه میدادیم. چقدر فاصله گرفتیم از الان 100,000 تومان. پنزه. یعنی اصلا این عدده رو میگم خیلی عجیبه، ولی خب بله تو 100,000 تومان 20,000 تومان یارانه ما میدادیم اون موقع، یعنی 20% یارانه میدادیم. و عدده یه طوری بود که 80,000 تومان طرف از جیب خودش هزینه میکرد. یعنی این نبود که فقط یارانه رو بیاد خرج بکنه. و برخلاف اون چیزی که در بون و اینا هست. نه در فرانسه مثال زدم که تو سال 2017 500 یورو به هر جوان 18 تا 21 ساله میدادن. خب 500 یورو خیلی عدد پول بود، بزرگی بوده برای جوان که میتونسته بره باهاش هم بلیت سینما بخره، حتی کنسرت هم میتونسته بخره، از اونور کتابم بره بخره، از اونور بره مثلا دیویدی موسیقی مورد علاقه خودش هم بخره تو 2017. ولی 20,000 تومانی که ما اون موقع میدادیم عدد خیلی بزرگی نبود. یعنی اون تو مقیاس انگار که اونا 100 یورو میدادن، 400 یورو خودش باید میداد، ولی اونا 500 یورو کامل میدادن. اونا 500 یورو کامل میدادن. میخوام عرض بکنم که یعنی این حمایت عجیب و غریبی هم نبود و متأ برعکسش کتاب فروشی ها بالاخص در شهرستان ها خیلی قوت و قدرت گرفتن. من با خیلی از پخشی ها که صحبت میکردم به من میگفتن که اصلا پیش از اجرای طرح‌ها کتاب فروشی ها چکاشون رو پاس میکنن، کتاباشون رو شارژ میکنن و عملا ما خیلی چرخه دریافت کتابمون از ناشر هم رونق میگیره. یعنی عملا هم ناشر منتفع و راضی بود، هم موزع منتفع و راضی بود، هم کتاب فروش منتفع و راضی بود و هم خریدار. و این سیستم متاسفانه در دوره کرونا قفل میشه. یعنی هم بعد اجرا میشه و هم قفل میشه و بعد از دوره کرونا که دولت هم عوض میشه میان تبدیلش میکنن به یه چیزی بر علیه خودش. یعنی روح طرح که حمایت از کتاب فروشی های محلی بود ازش کنده میشه، میان تبدیلش میکنن به ایده بازار کتاب. ایده بازار کتاب چی هست؟ میگفتن بله کتاب فروشی بیان ثبت نام بکنن ولی فروش آنلاین. یعنی عملا پای مخاطب رو از کتاب فروشی ها دوباره قطع کردن. یعنی ما این همه تلاش کردیم که مردم پاشون به کتاب فروشی ها باز بشه و حتی کتاب فروشی ها رو تشویق می‌کردیم که خودتون با برگزاری ایونت ها و برنامه ها
و CRMی که طراحی شده بود برای این کار بتونید اطلاع رسانی بکنید به مخاطبینتون که بیان برای کارهای دیگه، برای برنامه‌های دیگه، جشن رونمایی، خدمتتون عرض کنم کتاب خوانی، قصه خوانی و چه ها و چه و چه. عملا یه کاری کردن که این اتفاق هم دیگه نیفته، یعنی به صورت ماشینی فقط این عنوان بشه که بله کتاب فروشی هم دارن حمایت میشن. الان خبرشو دارم طبق گزارش‌های اخیری که در خود خانه کتاب منتشر کرده، تعداد کتاب فروشی‌هایی که الان تو این پروژه فعال هستن فکر می‌کنم 300 خورده‌ای هستن، یعنی از 1100 کتاب فروشی سال 96 آخر سال 96 پاییزه 96 تا الان تبدیل شده به 300 خورده‌ای کتاب فروشی که اون 300 خورده‌ای هم من همش می‌بینم دیگه اعتراض دارن، میگن مبلغ کم هست، تخصیص یارانمون خوب پرداخت نشده، مخاطبمون کم هست و جالب توجه است که یه بخش حتی اون مبلغی هم که اختصاص میدن به عنوان یاران یه بخش زیادیش برمیگرده، یعنی اون مبلغ رو پر نمی‌کنه، استفاده نمی‌کنه. این پلتفرم‌ها هم تو این هستن، تو این طرح جدید؟ نه دیگه، من این رو اشاره کردم تو صحبت‌های قبلم، این هست که ما اساساً دولت‌ها، بالاخص دولت جدید، دولت‌های جدید، یعنی هم 13 هم 14 به هیچ وجه فکر و برنامه‌ای برای به بازی گرفتن شکل‌های جدید کتاب نداشتن و ندارن. یعنی نه کتاب صوتی و نه کتاب الکترونیک هیچ جایگاهی در یارانه ها ندارن. مثلا سیبوک و ایران کتاب و دیجیکالا اینا بود. از اینا میتونن با این بازار کتاب بخرن؟ نه. ببین الان دولت عملا تبدیل شده خودش به یک رقیب. الان بازار کتاب یکی از ایرادایی که من خودم بهش میگیرم این هست که خب شما خودتون رو تبدیل کردید به رقیب برای پلتفرم، یعنی فروش های آنلاین. حالا من کار به دیجیکالا ندارم که خب دیجیکالا برای خودش یک قولی هست در حوزه فروش الکترونیک که به نظرم خب به هیچ وجه هم نباید یارانه بهش تخصیص داده بشه، اما باید دولت میومد برای فروش آنلاین یک API تعریف میکرد که این سایت های فروش آنلاین یا حتی کتاب فروشی های خود کشور، سطح کشور که وبسایت دارن بتونن اینها تجمیع بشن و فروش آنلاین داشته باشن، نه اینکه خودش بیاد یک چیزی رو تعریف کنه به اسم بازار کتاب و یک برندی رو ایجاد بکنه به اسم بازار کتاب. یعنی الان دولت عملاً از حمایت کننده تبدیل شده به مجری و فروشنده. یعنی بازار کتاب یکی از ایرادایی که بهش وجود داره این هست که مثل نمایشگاه کتاب دیگه، یعنی دولت ترجیح میده به جای سیاست گذاری مجریگری بکنه دیگه، یعنی کار اجرایی انجام بده، در حالی که هم نمایشگاه کار دولت نیست، هم فروش های این شکلی کار دولت نیست. میتونه حمایت بکنه، میتونه ابزار در اختیار بده، اما اینکه بخواد خودش مستقیم ورود بکنه خب این کار اشتباهی هست و همین باعث شده که این پلتفرم ها دست به راهکارهای غیر متعارف بزنن. یعنی الان ما میبینیم مثلا تخفیف های عجیب و غریب شب یلدایی که حالا نزدیکم هست روی این پلتفرم ها داده میشه، روش وبسایت های آنلاین. خب تخلف هست، یعنی عملا طبق قواعد صنفی یک پلتفرم نباید 40% 50%، حالا دیجیکالا که تا 80% گاهن یه وقتایی میگه من تخفیف میدم، حالا چه کار میکنم که بحث راجع بهش زیاد هست. این ضعف، این یکی از مهمترین به نظرم ضعف‌های طرح اخیر هست که اصلا از شکل قبلی خودش خارج شده، تبدیل شده به یه چیزی که بر علیه خودش داره عمل میکنه و اتفاقا داره به اقتصاد آزاد ضربه میزنه، به توسعه فضای نشر آنلاین و نشر الکترونیک و بازار آنلاین کتاب بازار ضربه میزنه. یعنی ما به جای اینکه بیایم کمک بکنیم که این پلتفرم هایی که کوچیک هم هستن، حالا برخلاف ادعایی که دارن، اینها توسعه پیدا بکنن یا جایگاه پیدا بکنن یا یک سری استارتاپ ها بتونن بیان و فعال بشن و احساس بکنن که میتونن تو این بازار منافعی داشته باشن، خودش اومده کار مجریگری رو داره انجام میده. موضوع بن کتاب، یعنی همون بن سنتی کاغذی که قدیما خاطرتون باشه، ما هم که دانشجو بودیم فرض کن بن دانشجویی میدادن، شرکت‌ها بر خودشون میدادن، نهادها میدادن و اون به نظر من یک منبع عظیم فساد بود. یعنی اون بن کاغذی که همینطوری پاکت در واقع دست آدمو پخش میشد، که حالا همچین طرحی که شما داشتین، امثال این طرح‌ها واقعا خیلی تونست جلوی در واقع لجام گسیختگی اون نظام توزیع بن رو بگیره، بن کاغذی رو.
ولی اخیراً در واقع داره شنیده میشه که مجدد در واقع میخوان اون حالتی که یارانه رو از طریق بن کاغذی و مستقیم در اختیار حال مصرف کننده به هر معنایش در واقع دوباره دارن در پیش میگیرن و انتظار میره که تو نمایشگاه آینده که برگزار قرار بشه دوباره ما یک شکلی از توزیع بن کاغذی رو داشته باشیم. اینکه واقعا داریم برمیگردیم به چیزایی که تجربه شده و همه میدونیم و میدونن که میدونیم که در واقع این مدل توزیع بن در واقع سرچشمه فساد، سرچشمه رانت و چیزیه که هیچ حساب کتابی نداره و یک لجام گسیختگی عظیمی در پشتش وجود داره. بعضی چرا داره در واقع ایده هایی که کاملا مشخص با چه هدفی تدوین شده و راه افتاده و یک روزی شاید کارکرد داشته. این واقعا یه روزی بود که خیلی از شهرها فرض کنین کتابفروشی نداشتن یا تهران کتابفروشیاش فرض کنین کم بودن، این نمایشگاه کارکردی داشت. ولی الان با وجود این همه کتابفروشی و این همه آدم با انگیزه‌ای که اومدن و دارن کار میکنن، چرا واقعا دارن برمیگردن به یک چیزایی که امتحان شده است؟ ببینید واقعیت قضیه این هست که البته من تو بخش قبلی صحبت هم گفتم، ما یه مافیای رانت داریم، یعنی یه عده آدم هستن که این یه عده هم تو بدنه نشرن هم تو بدنه وزارت ارشاد هستن، یعنی فرقی نمیکنه که بگم حالا مال یه گروه خاصی هم هستن. خب اینها یه منافعی رو دارن در قبل این براندخواری کسب میکنن دیگه. طبیعتاً این نکته اول هست که خب اینها سعی میکنن که ایده ها و طرز فکرهای خودشون رو تحمیل کنن، حالا به بهانه‌های مختلف و به شکل‌های مختلف و با ابزارهای مختلف. نکته بعدی این هست که بدنه وزارت ارشاد خیلی بدنه، مخصوصا بدنه تصمیم ساز وزارت ارشاد خیلی بدنه پیری هست، خیلی بدنه خسته‌ای هست. یعنی حوصله و اعصاب تغییر و تحول رو نداره. تغییر و تحول یا به اصطلاح راحت‌ترش جراحی تبعات داره. یعنی یک آدم شجاعی میخواد، یک آدم با انگیزه‌ای میخواد که بتونه اولا ایده بده، طرح بده و ثانیاً بتونه ازش دفاع بکنه، یعنی بتونه پاش وایسته. یعنی انقدر این ایده کار مطالعاتی خوب روش انجام شده باشه و قوی باشه که بتونه ازش دفاع بکنه و پاش وایسته. و از اون طرف هم مدیران و افرادی هم که بالا دستش هستن بتونن حمایت کنن از این ایده و طرح، یعنی این جسارت رو داشته باشن که بگن نه این حرف دو. ما الان همه میدونن که نمایشگاه یعنی یه چیزی که الان 33 دوره است، 34 سال هست، داره همینجوری عین یک مثلا شب‌های این کار چیز هست، تقیه نقیه این برنامه که هر شب تلویزیون یا مختار هر سری پخش میشه و هی تکرار و صدا سیما دست بر نمیداره و فکر میکنه که باید خب اینو هی تکرار کنه. نمایشگاه هم همین شده. یعنی وزارت ارشاد فکر میکنه که خب سال 67 من نمایشگاه رو اجرا کردم، باید همینجوری تا سال مثلا 6007 من برم این رو اجرا بکنم. نمیگه خب آقا من یه جایی بعد ببینم که این دیگه اون کارکرد رو داره، اون جایگاه رو داره، اون نتایج رو داره، من میشم بررسی بکنم، بسنجم، بالا پایین بکنم. ببین الان خود نمایشگاه امسال چقدر هزینه داشته، یعنی هزینه اجرایی نمایشگاه، عددها و رقم‌ها. کاش یه برنامه بذارید فقط راجع به نمایشگاه که چقدر دولت داره اونجا یارانه هزینه میکنه، یعنی عددهای چند صد میلیاردی. تازه این هزینه‌های آشکارشه، یعنی طبق گفته خودشون فکر میکنم امسال نزدیک به 300 میلیارد تومان هزینه اجرایی نمایشگاه بوده. تازه این هزینه آشکار هست، هزینه‌های پنهانش رو که اینا نمیان بگن که. خب این 300 میلیارد تومان من الان به شما میگم این رو الان شما بیاید برنامه ریزی بکنید، بگید آقا من یه هدف گذاری دارم، بیام روی سیستم توزیع کار بکنم، 10 تا استارتاپ بیان وسط، 10 تا جوون خوشفکر، 10 تا گروه جوون خوشفکر بیان وسط، بیان ایده بدن برای یک سیستم توزیع خوب در سراسر کشور و این 300 میلیارد تومان رو یه سال من بدم به اینها. یعنی 10 تا 30 میلیارد تومان رو بدن به اینها. باور کنید خب کولاک میکنن. باور کنید انقدر ایده های خوب میاد، انقدر اتفاق های خوب میفته، انقدر ما الان که از ضعف هایی که داریم ضعف نرم افزاری وحشتناک داریم. شما شاید بهتر از من بدونید که ما الان کتاب فروشی هامون شبکه عمومی توزیع، موزعینمون شبکه عمومی توزیع ندارن، به هم وصل نیستن. کاری که سال 1991 فرتینلی در ایتالیا کرد یا دیاند آر در ترکیه همین 20 سال پیش کرد یا خیلی از شبکه‌های فروش
بین‌المللی کتاب اینها در کشورهای توسعه یافته مثل اروپا و آمریکا کردن. یعنی اومدن یه شبکه فروش یکسان ایجاد کردن و بعد اینها رو با API با هم وصل کردن. مثلا الان شما در آلمان اگر یک کتابی رو میخوای، اگر این کتاب در فرانسه هم باشه، اینا میتونن به شما سرویس بدن. ربطی به اون کتاب فروشی و کتاب فروشی مثلا تو آلمان نداره ها. منتها اینها تونستن با هم سینک شن. ما الان اصلا همچین ما الان کتاب فروشی های زنجیره ایمون هم یه همچین شبکه‌ای ندارن. یعنی شبکه‌ای که مثلا کتاب فروشی که الان شعبش در تبریز هست یا مثلا شعبش در مشهد هست یا شعبش در قم هست، اینها به هم وصل شده باشن و این بدون این نسخه رو اون داره، این نداره، اون یکی نداره، ما همچین چیزی نداریم الان در حال حاضر. من نمیدونم البته دارن کار میکنن یا کار، تا اونجا که خبر دارم کسی این کار رو انجام هنوز نداده. خب آقا بیاید این شبکه و این زیرساخت‌ها رو هزینه بکنید به جای اینکه برای برگزاری نمایشگاه در بسیاری از کشورهای دنیا بر عهده اتحادیه هاست، بر عهده انجمن هاست، بر عهده بخش خصوصی هست. بیاید بگید آقا من میدم بخش خصوصی حمایتم بکنه. تازه اونم برای حرفه‌ای‌ها میان رایت میفروشن. بله میان رایت میفروشن، نمیان خود کتاب رو بفروشن. یعنی توی قواعدی این میخوام بگم یعنی عدد بزرگیه. میخوام بگم یعنی این 300 میلیاردی که اونجا میان هزینه میکنن عدد بزرگی هست. خب چرا این اتفاق داره میفته؟ همون رانتخوارهایی که عرض کردم. یه عده‌ای در بدنه ارشاد هستن نمیتونن ریل گذاری جدید بکنن. یه عده هستن نمیتونن حمایت بکنن. یه عده هستن هیچ ایده‌ای ندارن. یه عده هم هستن این وسط دارن از همین سیستم فشل منافع کسب میکنن. یعنی برگزاری نمایشگاه براشون منافعی داره. حالا من نمیخوام وارد اون بشم، بحث مجزایی هست. لذا میان توی این سیستم سعی میکنن اعمال نفوذ بکنن، اعمال فشار بکنن که نه شما همین سیستم رو نگه دارید. بله بنکاردهایی که از فساد آمیزترین شکل‌های فروش، شکل‌های حمایت در نمایشگاه کتاب بود. اما از این که خود فردی که این بن رو میگرفت میبرد این بن رو میفروخت، اون ناشری که این بن رو میگرفت یه جوری دیگه میرفت این رو آب میکرد، اون افرادی که این بن رو توزیع میکردن اونها دوباره یه جوری دیگه منافع کسب میکردن و مواردی از این است. من فکر میکنم که اگر ما قرار باشه اون شعار عدالت فرهنگی رو داشته باشیم و حمایت‌های یارانه ایمون در راستای توسعه کتاب و کتابخوانی باشه، به هیچ وجه این شیوه های منسوخ و مردود پاسخگو نخواهد بود. و اساساً همون حرفی که باز با هم زدیم، یارانه در شکل فعلیش نه اون شعار رو محقق میکنه و نه در توسعه فضای کتاب و کتابخوانی کمکی میکنه. فساد اندر فساد. من یه چیزو شخصا نمیفهمم. من میفهمم که یه دستن تو ارشاد که منافعشون درگیر ساختارهای فسادزای، حالا به هر شکلی، نمایشگاه کتاب تهران، استانی، بن و یه عده مثلا طبیعتا تو این چرخه توزیعی که میتونن یک ناشرها باشن، میتونن آدمای واسطه‌ای باشن، اونها هم هستن. ولی خب یه عده بزرگتری هم هستن که واقعا هیچ منافع و رانتی از این قضیه ندارن و آدم‌های شریفی هستن که دارن کار میکنن و آدم‌هایی هستن که اتفاقا مؤثرن. یعنی فقط شریف نیستن. این ما خیلی از آدم‌ها داریم که تو این صنعت دارن کار میکنن و آدم‌های محترمی ان، شریفی ان و همیشه هم دارن نسبت به این موضوعات امثال شما و خیلی‌ها دیگه اعتراض میکنن، نظرشون رو میگن. اونا چطور اینقدر قدرت دارن که ما همیشه به قول شما این نمایشگاه ممکن تا سال 6007 ادامه پیدا کنه، اون آدمای فاسد بمونن و این میخوام بگم که بالاخره اونا کیان چیان که اینقدر میتونن مؤثر باشن؟ مافیای نشر شاید در وهله اول باشه. ببینید نمایشگاه رو مافیای نشر، مخصوصا ناشران آموزشی دنبال میکنن. خیلی براشون مهم است. من یادم میاد یه سالی فکر کنم همون سال 93 بود، یک سلسله جلساتی آقای صالحی گذاشت برای اینکه ببینه نمایشگاه در شکل فعلی میتونه اجرا بشه یا نشه و دوستان نظر بدن. خب اونجا این ایده مطرح شد که ما بیایم نمایشگاه بین‌المللی کتاب رو تفکیکش کنیم. یعنی بیایم بگیم مثلا کودک و نوجوانش جدا، آموزشی و کمک آموزشیش جدا و عمومیش جدا. یعنی یکی از ایده‌هایی که به نظرم خیلی ایده خوبی هم بود،
چون شخصا معتقد هستم که از ضعف‌های بزرگ نمایشگاه بین‌المللی کتاب ازدحام عجیب و غریب و بی‌قاعده جمعیت هست که اصلا اجازه نمیده که شما در فضای نمایشگاه تصمیم‌های درستی بگیری، بررسی‌های دقیقی بکنی. یعنی حتی تو وضعیت فروشگاه فعلیش هم شما خیلی وقتها اون جو شلوغ پر ازدحام نمایشگاه بهت اجازه انتخاب‌های درست یا بررسی درست یا دیدن تمام بخش‌ها رو بهت نمیده، یعنی خستت میکنه، این توانت رو میگیره. و از اون برم دولت نمیتونست یا خود اتحادیه نمیتونست هندل بکنه، هنوزم نمیتونه هندل. علیرغم ادعایی هم که میکنن، شما خودتون بهتر میدونید تا روز هفتم هشتم هنوز دارن کتیبه میچسبونن و هنوز دارن پنل ایجاد میکنن و هنوز دارن داربست میزنن و یعنی خیلی از کارها حتی تا پایان نمایشگاه هم سرانجام پیدا نکرده. یعنی خیلی از سالن‌ها نهایی نشده، خیلی از کارها درست نشده. یعنی مخصوصا اینکه جا هم ندارن، یعنی از اینجا به اونجا، از اونجا به اینجا، این دعواهای این شکلی هم بوده. مافیای نمایشگاه اون موقع من یادمه یه سری از مخصوصا ناشران کمک آموزشی و آموزشی اجازه این کار رو ندادن، خیلی اعتراض کردن و علتش هم این بود که خب اینها منفعت نمایشگاه رو در گروه حضور دست جمعی میدیدن، یعنی اون انبوه جمعیتی که میومد. البته که خب باز ناشرای عمومیمون هم همین فکر رو میکردن تا حدی، یعنی احساس میکردن اساساً تغییر جسارت و جرأت میخواد، هم نکته‌ای که عرض کردم. یعنی مدیران باید این جسارت و جرأت تغییر رو داشته باشن و بپذیرن که بله ما تغییر باید ایجاد کنیم به دلایل مطلوبی که وجود داره و اون ضعف‌ها رو هم میتونیم حل بکنیم. یعنی مثلا اگر بحث مخاطب هست و آوردن جامعه مخاطب، مثلا ما وقتی گفتیم که بیایم کودک و نوجوان و بزرگسال و عمومی رو جدا کنیم، گفتن نه خب خانواده ها میان دلشون میخواد که هم بخش عمومی رو برن ببینن هم بخش کودک، اینجوری اون موقع نمیان خانواده ها، تو یه عده‌ای فقط خاص میان. خب این هفت شنبه بازار بودن نمایشگاه خب خودش خیلی مضرات مختلف داره از لحاظ کارکردی، اما برای یه عده‌ای که دنبال موج جمعیت و موج‌های تبلیغاتی هستن خب منافع خیلی زیادی داره که این منافع عموما میچربه به چیزهای دیگه. لذا خیلی یادم میاد خیلی خوب که خیلی ها مخالفت کردن و خب طبیعتا هم آقای صالحی که اون موقع تازه معاون وزیر بود و هنوز اصلا تو فضای خدمتتون عرض بکنم که وزارت ارشاد قرار نگرفت و خیلی چیزها رو نمیدونست، عقب کشید و نپذیرفت که مثلا یه همچین اتفاقی بیفته. خب این ایده این که این نمایشگاه تفکیک بشه میتونست مقدمه‌ای برای این باشه که نمایشگاه ساماندهی بهتری پیدا بکنه، یعنی نه اینکه حالا تعطیل بشه، یعنی یه سازوکار حرفه‌ای تری پیدا بکنه مثل نمایشگاه‌های دیگه‌ای که در کشورهای دیگه داره انجام میشه. اما خب ترجیحشون همین شلوغیه و همین ازدحامه هست، ضمن اینکه خب عددا هم مهمه. یعنی شما مثلا اون رانتی که تو یه عدد اشل بزرگ میتونی تعریف بکنی برای بهانه‌های مختلف خیلی قابل توجه تر هست تا اون رانتی که در یه اشل کوچیک میخوای دریافت بکنی یا بگیری. و اساسا من فکر میکنم که هم ارشاد و هم نشر دست به دست هم مقاومت میکنن و جلوگیری میکنن از هر نوع تغییری و متاسفانه چه وزیر چه معاون وزیر که رئیس نمایشگاه هست نمیتونن این جرأت و جسارت رو داشته باشن که جلوی این موضوع بایستن. و از اون طرف هم میگم بدنه قدیمیه، البته الان یه مقدار جدیدتر شده، یه مقدار جوانتر شده، بازنشست شدن رفتن، ولی بدنه قدیمیه، بازم اونها هم جزء قدیمی ها به حساب میان. اونها هم راحت تر هستن که کار جدید نکنن، سیستم جدید تعریف نکنن، فعالیت های جدید، یعنی همون ریل قبلیه حرکت بکنن. تعویض ریل هزینه داره، جابجا شدن از یه سبکی به یه سبک دیگه معونه و سختی داره دیگه. اینها میگن خب حالا چه کاری دردسر به خودمون بدیم، همین مسیری که رفتیم رو میریم. خودتون فکر نمی‌کنید من با آقای آموزگار که تو همین برنامه گفتگو می‌کردم، ایشون توی کامنت انتقادی گفتن که مثلا ما کجای کاریم؟ الان مهمترین دغدغه فرض کنین مهمترین نشرای ما اینه که فلان کتابو در بیارن بتونن بفروشن، اصلا افق‌های بالاتر ندارن، اصلا دنبال این نیستن که مثلا تو بازار بین‌الملل حضور پیدا کنن، اصلا نمیخوان که مثلا برن تو این فلوشیپ ها، تو این بازار کتاب جهانی، خیلی دنبال این نیستن که واقعا رایت حتی کتاب خوبشون رو بتونن عرضه کنن توی فضا بین‌المللی. و حتی تو ایران هم دنبال اتفاق خاصی نیستن، فقط دنبال اینه کتاب در بیارن و نهایت آمال آرزوشون اینه که این کتاب بتونن بفروشن تا عدد آخرش.
واقعا فکر نمی‌کنید که اصولا همه این صحنه‌ای که ما داریم الان ترسیم می‌کنیم از دولتش تا ناشراش، به جز استثنایی که هستن که حتما دارن خوب کار میکنن، خیلی واقعا همه حقیر شدیم، میدونین همه که خیلی سطح دستی توقع شدیم. پایین. آره ببینید معتقدم، من یه 2 سال پیش یک جلسه بود راجع به کپی رایت و پیوستن به کنوانسیون برن با یکی از دوستانی که در همین موضوع در مجلس صاحب نظر هست جلسه داشتیم، جلسه عمومی بود. من یه مثال برای ایشون زدم، یعنی ایشون معتقد بود که ما نباید بپیوندیم، من معتقد هنوزم هستم که باید بپیوندیم. ما اگر میخوایم ارتقا پیدا بکنیم، اگر میخوایم بزرگ بشیم، باید احترام بذاریم به قوانین بین المللی. باید. ایشون میگفت نه ما الان ظرفیت هامون این ظرفیت ها نیست. من گفتم ببینید، من سند تاریخی دارم. سال 56 یه جمعیتی در دفتر نخست وزیری جمع شدن پیرامون همین موضوع، پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون برن. ناشرای بزرگ بودن، مثلا فرانکلین بود، انتشارات امیرکبیر بود، انتشارات بنگاه ترجمه نشر بود و افراد بزرگ هم بودن جمع شده بودن. اتحادیه هم بود، فکر کنم اتحادیه اون موقع دست آقای جواد اقبال بود دیگه، اینها بودن، همه بودن. هست این صورت جلسهش هست که اتفاقی که تو اون تاریخ افتاده و صحبت‌های مختلفی مطرح میشه و جالب توجه این هست که موافقان و مخالفانی هم همون موقع هم داشته، ولی مخالفان زورشون میچربه. دلیلی که مخالفان زورشون میچربه چی بوده؟ دلیل این بوده که میگن که ما از لحاظ اقتصادی در حال حاضر این توان رو نداریم. ایدهشون این بوده. میگفتن ما الان این توان تو سال 56 اون موقع از لحاظ اقتصادی اون موقع از لحاظ اقتصادی وضعیت ما به چه شکل بوده؟ میگفتن ما الان این توان رو نداریم که بتونیم وارد کنوانسیون‌های بین‌المللی بشیم و قواعد بین‌المللی رو بپذیریم، چون اگر بپذیریم باید 0 تا 100 رو بپذیریم دیگه و ما این توان رو نداریم. در حالی که توی همون وضعیت هم وضعیت اقتصادی با ثبات‌تر بود و همین که یک ناشری یک جایی مثل فرانکلین فقط و فقط از طریق فروش رایت داشت کار میکرده. کل کتاب‌هایی که فرانکلین در ایران آورد و توزیع کرد، خودش که فقط چاپ نمی‌کرد که، یعنی ناشر نبود فرانکلین توزیع کننده بود، یعنی میداد ابن سینا، میداد امیرکبیر، میداد بهخدا، میداد به ناشرهای دیگه، اونها چاپ می‌کردن. تمام اینها رایت می‌خرید، یعنی دونه دونه‌اش از اروپا، از آمریکا رایت خریداری میشد، میومد تو ایران فروخته میشد و حق رایتاش پرداخت میشد. یعنی ما تو اون سالا که حجم قابل توجهی طبق یه آماری که من اخیراً خودم استخراج کردم بیش از 2000 عنوان کتاب هست، یعنی بیش از 2000 عنوان کتاب تو فاصله سال 1333 تا 1356 رایت خریداری شده، اومده داخل ایران و فروخته شده و حساباش هم صاف شده و این کتابا داخل ایران ترجمه شده و چاپ شده. یعنی ما این تجربه رو داشتیم، این لول هم اومده بودیم بالا، یعنی به این جا هم رسیده بودیم که میتونیم این کارو بکنیم و حتی این ناشرایی مثل امیرکبیر خودشون هم به این جنبندی رسیده بودن که ما هم باید همین کارو بکنیم، یعنی تو نشرهای خودشون این رو پیاده میکردن. حالا موردی بوده، خیلی عمومی نبوده، ولی پیاده میکردن. ولی همون موقع یکی از مخالفینش که اتفاقا در همون جلسه است مرحوم عبدالرحیم جعفریه، یعنی یکی از کسانی که مخالف بوده و این ایده رو مطرح میکنه این هست. میخوام اینو عرض بکنم که اگر این مخالفت ها نبود چه بسا ما تا الان خودمون رو بالا کشیده بودیم، یعنی خودمون رو با قواعد، یعنی هزینه ها و درآمدهامون رو یه جوری تطبیق میدادیم، یعنی میدونستیم که بله رایت هم یه بخشی از هزینه‌های ما هست، ورود به بازارهای بین‌المللی هم یه بخشی از درآمدهای ما هست. یعنی من اگر حالا که این قواعد رو پذیرفتم، حالا بیام برم بازاریابی هم بکنم، بیام کارم رو ببرم تو کشورهای مختلف عرضه بکنم، کما که الان هم داریم. ما همین الان هم ناشرانی داریم که رایت میخرن و کتاب چاپ میکنن، ناشرانی هم داریم که رایت میفروشن به جاهای مختلف، هم در حوزه کتاب کودک هم در حوزه کتاب بزرگسال دارن این کارو میکنن. البته تعدادشون اندک هست، اما خب چه جوریه که اونها تونستن خودشون تطبیق بدن، بازاریابی بکنن، سطحشون رو بیارن بالا. بنابراین شدنیه. میخوام عرض بکنم که این چیز عجیبی نیست. ضمن این که خب اتفاقا یکی از محلهای حمایتی دولت دقیقاً همینجا میتونست باشه، یعنی دولت میتونست با مثل
بسیاری از کشورها مثلا مثل خود آلمان الان داره این حمایت رو انجام میده، میگه تو ترجمه آثار آلمانی من حمایت میکنم. فرانسه، ترکیه خیلی جدی داره، همین بغل ما هست، داره خیلی جدی این کار رو انجام میده. کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی جدی دارن این کار رو انجام میدن. خب این دقیقاً یکی از محل‌های مصرف یارانه همینجاست. یعنی به جای اینکه ما بیایم سطحمون رو بیاریم پایین و تقلیل بدیم، میتونستیم بیایم با این نوع حمایت‌ها سطح ناشرانمون رو بیاریم بالا و بازارشون رو توسعه بدیم. یعنی به جای اینکه محدود در خود ایران و جغرافی ایران کار بکنن، ما جهان زبان فارسی رو هم از دست دادیم. یعنی یه زمانی که ما میتونستیم، مرحوم صنعتی زاده میرفت کتاب‌های افغانستان رو هم تألیفش، هم صفحه آرایی و به قول معروف گفتنی حروف چینی و کارهای اینجوریشو و هم چاپش رو میگرفت و میورد داخل ایران انجام میداد و براش آورده مالی داشت. ما الان افغانستان که جزء جوامع فارسی زبان هست از دست دادیم، تاجیکستان رو از دست دادیم، همین عراق که یه زمانی بالاخره ما کتاب‌های متعددی به زبان فارسی چاپ می‌شده در همین عراق، چون جامعه مخاطب فارسی زبان هم اونجا داره، از دست دادیم. آذربایجان رو از دست دادیم. خیلی هند رو که بازار گسترده و قابل توجهی بود برای زبان فارسی از دست دادیم. یعنی میخوام بگم که ما هی عقب اومدیم و هی به قول معروف گفتنی پوینت منفی دادیم به خودمون و هی افتاده تر و الان به قول شما رسیدیم به این وضعیت فشلی که تو امورات داخلی خودمون موندیم و ناشر الان باید چشمش به دست دولت باشه که مثلا آیا کاغذ بهش بده یا نده، یا کتابش رو بخره یا نخره، در حالی که اساساً در دنیای نشر اقتصاد نشر اینجوری نمیچرخه. یعنی نشر یک امر تجاری دو تا چهار تای حساب شده هست که میبایست ضرر و زیان و هزینه و فایده توش دیده بشه، بازاریابی توش انجام بشه و رانت اصلا جایگاهی نداره و معنی نداره. حمایت هست، اما حمایت ها عموما چارچوبدار و توسعه محوره. یعنی ربطی نداره به این که باشه یا نباشه، توسعه محور هست. یعنی داره کمک میکنه که وسعت بیشتری بگیره، نه اینکه خب ایجاد بشه. یعنی حمایت نمیکنن. الان نوع حمایت هایی که وزارت ارشاد کرده آمار محور بوده. یعنی از دهه 60 حمایت های ارشاد و نوع رانت بودن این نوع حمایت ها باعث شده که ما فقط آمار تعداد ناشرانمون افزایش پیدا بکنه. چرا ما الان باید 25,000 پروانه نشر داشته باشیم در حالی که فرانسه تعداد پروانه نشرش کمتر از 3,000 تاست؟ چرا؟ تفاوت اون چیه؟ رانت دیگه. آره، فقط رانت بوده. یعنی این وجود رانت هایی که این وسط بوده باعث شده که این پروانه نشر اضافه بشه برای اینکه از رانت استفاده بکنن. بعد نگاه میکنین تعداد ناشرای فعالمون چقدر هست. عرض کردم کمتر از 500 تا ناشر فعال که دارم عرض میکنم. این ناشری که بالای 100 عنوان کتاب منتشر کنه در طول سال، یک عنوان، دو عنوان، 10 عنوان منظورم نیست. یعنی بگه من دارم بالای 100 عنوان کتاب منتشر میکنم. اینها کمتر از 500 تا هست و ما بقیه دارن لک کلک میکنن و دستشون با چششون به دهنشون به دست دولت هست و حکومت هست که آیا بهشون کمکی بکنن یا نکنن. همین هم هستن که در واقع نمایشگاه رو برای خودشون فرصتی میدونن برای اینکه یک نقدینگی تزریق بتونن به قولشون یه لک کلک بیشتری بکنن. من خیلی دوست دارم همچنان ادامه داشته باشه بحثمون، ولی خب چون وقت سقفش گذشته گفتم بهتون بگم اگر فکر می‌کنین که نکته‌ای بوده که دوست داشتین بگین و فرصتش پیش نیامد بگین. منم ممنونم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید و باز هم توصیه میکنم در وهله اول به سیاستگزارها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون فرهنگی مجلس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تا هرچه میتونن بیان بازنگری جدی بکنن رو بحث توزیع یارانه ها و حمایت ها، چون بالاخره این حمایت ها هست و عرض کردم بودنش در وهله اول هیچ ضرر و زیانی نداره، اما نوع دادنش و نوع تخصیصش هست که آفات و فسادهای خاص خودش رو داره. به نظرم مخصوصا در این برهه از زمان که نشر ما بیش از حد نیازمند به حمایت‌های فکر شده و برنامه‌ریزی شده داره. یعنی ما الان باید حمایت بکنیم، اما باید فکر شده این حمایت‌ها انجام بشه و این وضعیت باری به هر جهت بودنی که در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز فرهنگ ما وجود داره زنگ خطر خیلی جدی هست برای اینکه
اتفاقهای ناخوشایندی بیفته و ضررهای چه بسا جبران ناپذیری در حوزه فرهنگ ایجاد بشه که بعدها هم به این راحتی ها نشه جبرانش کرد. ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین، از راه دوری آمدین، خیلی واقعا سپاسگزارم. سلامت باشید. ما در حین ضبط این برنامه که بودیم من خبر دریافت کردم که آقای کامران فانی هم متاسفانه درگذشتن. ایشون یکی از چهره‌های مهمی بودن که در حوزه کتاب و مخصوصا کتابداری خدمات خیلی بزرگ و شایانی به ایران داشتن. یادشون گرامی. مرسی از شما که در کنار ما بودین. تا هفته بعد و قسمت بعد برنامه چاپ آخر، خدا نگهدار.